به کانال تلویزیونی ندای حق خوش آمدید. اگر تا کنون عضو کانال ما نشده اید لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای جالب ما مطلع گردید. فراموش نکنید که با عضویت در کانال ندای حق و نشر و اشتراک گذاری ویدیوهای ما شما هم در مسیر دعوت با ما همکار می گردید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگر از این برنامه خود شما عزیزان که می توانید دلگفته‌هایتان را در این برنامه با ما در میان بگذارید. منبری است برای بینندگان عزیز و گرامی و انشاءالله از طریق شماره تلفن برنامه تماس‌های شما عزیزان را خواهیم داشت و همچنین سوالاتی که عزیزان در طول هفته گذشته فرستاده بودند از طریق واتساپ انشاءالله در طی برنامه سعی خواهیم کرد که به این سوالات حتما پاسخ بدهیم. یکی از دوستان عزیز در طی هفته گذشته برای من پیامی فرستاده بود که من گاهی اوقات احساس تنهایی میکنم، احساس مشکلات میکنم، مشکلات روحی، روانی و قرص هایی که به اصطلاح آرام بخش است و استرس و این چیزها رو پایین میاره، از این چیزها استفاده میکنند ایشان. چی کار بکنم؟ چطور میتونم این مشکل رو از خودم دور بکنم؟ در جواب این بیننده عزیز و گرامی باید گفت که گاهی اوقات یقین داشته باشید که یک دوست خوب، یک دوست مسلمان، یک برادر مسلمانی که شما را به خاطر الله سبحانه و تعالی دوست داشته باشد بهتر از قرص های آرام بخش یا این قرص هایی که امروز مردم به خاطر استرس و این چیزا استفاده می کنند تأثیر خواهد داشت. دوستی که انسان رو نصیحت بکنه، دوستی که انسان رو به الله سبحانه و تعالی نزدیک بکنه، دوستی که از دست ما بگیره و ما رو به الله سبحانه و تعالی و به خالق یکتا نزدیک بکنه، دوستی که سبب بشه که ما با قرآن کریم، با ذکر الله سبحانه و تعالی انس بگیریم. باور بکنید اگر همچین یک دوست شما در زندگی داشته باشید که بتوانید در روزهای سخت زندگی به او تکیه بکنید، برای شما بهتر از دنیا و ما فیها است. یک حدیث زیبایی از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که می‌فرمایند
کسانی که به خاطر الله سبحانه و تعالی همدیگر را دوست دارند، برای آنها در روز قیامت در بهشت منابری از نور است که انبیا و شهدا به آنها غبطه میخورند. سبحان الله. کسانی که در راه الله سبحانه و تعالی همدیگر را دوست دارند، به خاطر الله سبحانه و تعالی با همدیگر ملاقات میکنند، به خاطر الله متعال از همدیگر جدا میشوند. دوستی در راه الله سبحانه و تعالی حتی در روز قیامت، روزی که همه انسان ها از هم فرار میکنند، انسان ها نمیتوانند به همدیگر سودی برسانند یا ضرری برسانند، تنها چیزی که در روز قیامت به نفع انسان میتواند تمام بشود همین دوستی و محبتی است که انسان به خاطر الله سبحانه و تعالی داشته باشد. پس سعی کنید به خاطر الله متعال هم دیگر را دوست بدارید، به خاطر الله متعال دوستانی پیدا بکنید که دوستان متقی و پرهیزگار باشند. یکی از اسباب مشکلاتی که امروز انسان‌ها در زندگی خودشون گرفتار آن هستند دوری از الله سبحانه و تعالی است و دوستانی، رفقایی که آنها را از الله متعال دور میکنند. وقتی که از الله متعال انسان دور بشه، وقتی که از ذکر الله دور بشه، از قرآن کریم دور بشه، زندگی برای انسان تنگ میشه، زندگی تیره و تار میشه. همین است که امروز ببینید که نمیدونم استرس گرفته و فلان گرفته و بیماری های روحی و نفسی و که دکتر مراجعه میکنن، داروهای مختلف میخورن که غیر از ضرر چیز دیگری، نتیجه دیگری نخواهد داشت. الله متعال خیلی جالب میگه که و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. کسی که از یاد الله غافل میشه، کسی که از الله دور میشه، کسی که از قرآن دور میشه، در روز قیامت کور حشر میشه و در این دنیا و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، زندگیش زندگی به اصطلاح تنگ میشه، زندگی میشه که با غم، با مشکلات، با سختی ها همراه می باشه، زندگی که در اون انسان احساس دلتنگی میکنه، احساس ناراحتی میکنه، احساس این میکنه که دنیا براش تنگ شده، تیره و تار شده. سبب چی است؟ دوری از ذکر الله سبحانه و تعالی. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. با چی انسان قلبش آرام میگیره؟ با چی مطمئن میشه؟ با چه احساس سعادت و خوشحالی میکنه؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. با یاد الله، با ذکر الله سبحانه و تعالی، با قرائت قرآن انسان قلبش آرام میگیره، انسان احساس خوشحالی و سعادت و خوشبختی میکنه. پس به جای اینکه بشینید و گوشه‌گیری بکنید و قرص‌های گوناگون استفاده بکنید، به دنبال دوستانی بگردید که شما رو به الله متعال نزدیک بکنه. به دنبال دوستانی بگردید که از دست شما بگیره و شما رو از این منجلاب و از این تاریکی و از این تنگی زندگی شما رو نجات بده و شما رو به الله متعال نزدیک بکنه. همونطوری که گفتیم بینندگان عزیز و گرامی، این برنامه شما عزیزان هست و می توانید که تماس بگیرید و دلگفته هاتون رو با ما در میان بگذارید و همچنین از طریق صفحه یوتیوب ندای حق و از طریق صفحات اجتماعی هم می توانید در این برنامه شرکت بکنید و دلگفته هایتان را با ما و با بینندگان عزیز در میان بگذارید. ما انشالله در طول برنامه سعی خواهیم کرد که سوالات شما عزیزان را و پیام هاتون رو انشالله جواب بدیم. دوست عزیزی نوشتن السلام علیکم و رحمت الله، لطفاً کمی بلندتر صحبت کنید، صدایتان پایین است. والا من نمیدونم صدای من چطور است دوستان عزیز، شما دارید صدا میگن درست است، شاید مشکل پیش شما باشد برادر محمد یوسف. بله انشالله که صدا درست است. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان.
الله متعال حفظتون بکنه. و اولین تماس رو میگیریم از افغانستان. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب استاد ان شاء الله جور سعادتمند باشید. سلامت باشید برادر عزیز از افغانستان، بفرمایید. سلامت و خیر باشید. استاد سوال بود در رابطه با وضعیت امنیتی افغانستان با سررسیدن حکومت، یعنی کسانی که بر عقیده سلف صالح روان هستند اونا سرکوب میشن، اونا حق مثلا در مساجد اینا ندارند رفع یدین کنن آمین به اینا خدرش. حتی اگر بفهمند که شما در امید عقیده و باور روان هستین کارتان یک صفت تمام است. خب یک کسی که در چنین شرایط در افغانستان زندگی میکنه چیست؟ یعنی در مقابل حکومت یعنی انسان باید چی کار کند و همچنان یعنی چگونه البته یعنی امکان بیرون شدن از افغانستان هم نیست. در اینجا یعنی مثل برادرای تشیع تقیه کرده تا که یعنی به این گونه پیش بریم. اگر کم معلومات جزاکم الله خیرا. زنده باشید برادر، الله متعال حفظتون کنه. باشه در این مورد صحبت میکنم. یکی از مشکلاتی که متاسفانه ما هر دو طرف مشکل دارن، هم در امارت اسلامی هستن افرادی که با تعصب برخورد میکنند با کسانی که فکر و اندیشه مغایر با فکر و اندیشه آنها رو دارن. یک نکته رو بگیم که ما همه مسلمانیم، حالا چه طالب است، چه حزبی است، جمعیتی است، مردم افغانستان عموما مردم مسلمانی هستند. در مسئله اسلام با هم دیگر اختلافی نداریم و یقین دارم که در خیلی از مسائل اعتقادی هم ما در بین همدیگر مشکلاتی نداریم. مشکل در برداشت هاست، مشکل در تعصب است. تعصب چه از طرف طالبا باشد، از امارات اسلامی باشد، چه از طرف سلفی باشد، چه از طرف حنفی باشد، چه از طرف صوفی باشد، یک چیز مذموم است و قابل قبول نیست و سبب بدبختی و مشکلات در بین امت اسلامی امروز تعصب است. تعصب در به اصطلاح مذهبی بودن، تعصب در قومیت، تعصب در زبان، تعصب در سمت و اینکه انسان بین مسلمان و بین انسان ها عموما اختلافات وجود دارد، این طبیعت بشر است. اما ما سعی نکنیم که به خاطر اختلافاتی که در بین ما وجود دارد یا اختلافات فکری خاصتا همدیگر رو سرکوب بکنیم و از بین ببریم. من بارها گفتم در برنامه، یعنی سلفیت یک فکر و اندیشه است، سلفیت یک مذهب نیست. فکر و اندیشه رو هیچ وقت نمیشه نابود کرد. امروز مثلا شما داعش رو میبینید، این فکر خوارج از زمان سیدنا عثمان کم کم شروع شد، زمان سیدنا علی به اوج خود رسید و تا امروز وجود داره. در طول تاریخ کشتن، سوزاندن، از بین بردن، گفتن تموم شد، اما تمام نشد. این فکر خارجی یک فکر است، وجود دارد. شیعه‌گری یک فکر است، وجود دارد. کمونیستی، الحاد یک فکر است، وجود دارد. از سابق هم وجود داشت و تا هنوز هم هست و تا قیامت وجود خواهد داشت. سلفیت یک فکر اصلاحی در داخل مذاهب اهل سنت است، دقیقاً در داخل مذهب حنبلی. مذهب جدید نیست، یک روش فقهی جدید نیست، اینطوری که مردم باور میکنن. به طور مثال سوال برادرمون یک نکته مهمی بهش اشاره کردن که نمیتوانیم رفع الیدین بکنیم، نمیتوانیم آمین جهر نکنید. کی گفته بکنید؟ مادامی که در یک مملکت حاکم میگه که مذهب فقهی رایج مذهب احناف است و در مذهب حنفی رفع الیدین نیست، آمین به جهر نیست، شما نکنید. ببینید با این کارتون که میرید رفع الیدین میکنید و آمین به جهر میگید، درست است در این که این سنت است، هیچ کس شکی نداره، 100% یقین داریم که این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما همین که شما میروید اونجا رفع الیدین میکنید در یک مسجدی که همه از امام گرفته تا 99% مقتدیا همه به مذهب حنفی هستن و در مذهب حنفی آمین به جهر نمیگن، رفع الیدین نمیکنن، دستشون رو زیر ناف میگیرن، روی سینه نمیگیرن، دستشون رو تا نرمه گوش بالا میبرن. خب ببرید، شما این کارو بکنید، چی مشکل داره؟
کدام سلفی، کدام سلف صالح گفته که شما برید به خاطر یک رفع الیدین، به خاطر یک آمین به جهر برید ایجاد مشکلات بکنید با عموم مسلمان ها؟ ببینید برادر عزیز، سلفیت یک منهج است، یک عقیده است، یک فکر است. سلفیت یک مذهب نیست که شما خلاصه بکنید اونو در رفع الیدین و آمین به جهر. ما امروز در کشوری زندگی میکنیم مانند افغانستان، پاکستان، این کشورها که مردم، اکثریت مردم افکار شرک‌آمیز، بدعت‌های گوناگون، حتی مشکلات اعتقادی، شرک در بین مردم رایج شده. به سبب حکومت‌ها بوده، به سبب جهل بوده، به سبب کار نکردن علما و دعوتگران بوده. متاسفانه این افکار رایج شده، هست، در بین جامعه وجود داره. شما به خاطری که بیایید به خاطر اصلاح عقیده مردم سعی و تلاش بکنید، عقیده مردم رو اصلاح بکنید، و من یقین دارم که اگر دعوتگران سلفی بیان و در افغانستان این اختلافات مذهبی رو دامن نزنن، رفع الیدین و آمین به جهر رو نمیدونم فلان و اینا رو دامن نزنن، بیان در پی اصلاح اعتقادی مردم باشد، باور کنید کسی بهشون کار نداره. شما بیاید عقیده مردم رو درست بکنید، بیاید توحید رو نشر بکنید. یعنی سیاست کلی امارت این است. هستن، من نمیگم نیستن، در بین امارت هستن کسایی که جاهل هستن، نادان هستن، متعصب هستن، برخورد خشن میکنن با کسانی که فکر مغایر فکر آنها رو داشته باشن، اما عموما اینطوری نیست. ما امروز در مناطق کنر، در جلال آباد مدارس سلفی هست، علمای سلفی دارن کار میکنن، به عنوان اهل حدیث هیچ کسی باشون کاری نداره. اما وقتی که شما بیاید در بین یک جامعه بخواید اختشاش ایجاد بکنید و به خاطر یک رفع الیدین و آمین به جهر بخواید فتنه بندازید در بین مردم، و اینو من قبلا حدود 8-9 سال قبلا در یک برنامه آنوسکه گفتم، اون سلفی که میرود در یک مسجدی که اکثریت حنفی هستند در اونجا با صدای بلند آمین میگوید، بعد از امام رفع الیدین میکند، دست روی سینه‌اش میگیرد، یک احمق است، یک انسان بیشعور است. درست است، حدیث هست، سنت هست، قبول داریم، اما اون کاری که مثلا احناف میکنن اونم که سنت شیطان که نیست، اونم برای خودشون دلیل دارن که سنت رسول. حالا دلیل تو صحیح‌تر، دلیل تو محکم. اما آیا با رفع الیدین نکردن، ترک رفع الیدین نماز درست نمیشه؟ آیا با ترک آمین به جهر نماز درست نمیشه؟ 100% درست میشه. کی گفته؟ کدام عالم دین گفته که نمیشه؟ اما بعضیا مرض دارن، میرن توی مسجدی کارایی میکنن که یعنی میخوان نشون بدن که سلفیت کلش. امروز نشانه یک سلفی چی است در افغانستان که بخوان یک سلفی رو نشاندهی بکنن؟ ببینید که پاشو چقدر باز میگیره، آمین به جهر میگه یا نمیگه، دستشو کجا میگیره. بابا جان، احمق بیشور، این سلفیت نیست. سلفیت یک منهج است، سلفیت عقیده است، سلفیت قرآن و سنت است، سلفیت پیروی از سلف صالح است. تو در کشوری که مردم به قبرها میرن سجده میکنن، به اطراف قبر طواف میکنن، از قبر حاجت میخوان، در اونجا هم غم تو شده رفع الیدین و آمین به جهر. این مشکلی است که متاسفانه خیلی از برادران سلفی ما داشتن و سبب ایجاد فتنه و فساد در افغانستان شدن، در دیگر کشورها، در پاکستان، در خیلی از کشورها، چون اصلا راه رو اشتباه رفتن. به جایی که برن منهج سلفیت رو، توحید و عقیده رو در بین مردم تبلیغ بکنن، آمدن چیکار کردن؟ بیایید اونجا خودنمایی بکنید که بله ما سلفی شدیم، دستامون رو کجا میگیریم، آمین به جهر میگیم. قبلا اینو گفتم، خیلی بدشون آمده بود، 8-9 سال قبل اینو در یکی از برنامه گفتم. بعضی از سلفی حتی پیام فرستادن که بله شما گمراه شدید، شما فلان شدید. بله، این از روز اول این عقیده من بوده. کسی که هم و غمش به دنبال این است که والا آمین به جهر و رفع الیدین بکنه در کشوری که در اونجا مردم نیاز به تصحیح اعتقاد دارن، این یک انسان احمق است، یک انسان جاهل است و این حکمت دعوت و تبلیغ رو نمیفهمد در دین. به جایی که تو بری در اونجا مثلا ببینید میرن در یک منطقه کتاب شیخ محمد ابن عبدالوهاب رو میگیره شروع میکنه به مردم درس توحید دادن. خب تو برو به جایی که اگر تو دنبال فتنه نیستی، برو به جای کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه، برو کتاب ابن ابی‌العز حنفی رو، عقیده شرح عقیده طحاوی رو برو برای مردم، حنفی رو، ابن ابی‌العز حنفی رو، شرح عقیده طحاوی رو برو در بین مردم درس بده. چرا این کارو نمی‌کنی؟
من با یکی از علمای احناف بود، وقتی بهش گفتم که در دانشگاه اسلامی مدینه منوره کتاب عقیده که تدریس میشه برای طلاب جامعه اسلامی یا دانشگاه اسلامی مدینه که به عنوان مرکز وهابیت میشناسن مردم، شرح عقیده طاوی ابن ابوالحج حنفی است. حجاج بلند شد گفت راست میگی؟ گفتم والله بالله تلا. چطور امکان داره؟ گفتم آقا جان صحیح ترین شرح عقیده اهل سنت شرح ابن ابوالحج حنفی است که همه مذاهب اهل سنت قبولش دارن. باشه صاحبش حنفی باشه، اما عقیده اهل سنت مهم است. دیگه باورم نمیشه. اتفاقا اونجا یک شاگردان دانشگاه اسلامی بود گفت که بله ما جزء منهج دراسیمون بود، اینو خوندیم در اونجا. بعد طرف با استغراب مثلا باورش شد. اما بعضی هستن نه، فکر میکنن که عقیده خلاصه شده در اصول ثلاثه محمد ابن عبدالوهاب یا کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب، یا اسلام خلاصه شده در کتب محمد ابن عبدالوهاب، یا اسلام خلاصه شده در کتب شیخ الاسلام ابن تیمیه. نه خیر، امروز شما همه کتب شیخ الاسلام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رو بردارید از کل دنیا آتیشش بزنید، اصلا خاکسترش کنید، خاکسترش هم به باد بدید. آیا اسلام گم میشه؟ آیا عقیده اسلامی نابود میشه؟ نه. چون عقیده محمد ابن عبدالوهاب، عقیده ابن تیمیه، عقیده علمای سلفی، عقیده علمای اهل حدیث، عقیده علمای اهل سنت عموما برگرفته شده از قرآن و سنت است. تعصب همون اندازه‌ای که یک حنفی که تعصب داره به امام ابو حنیفه و به مذهب حنفی راه و روشش مذموم است، همان اندازه یک سلفی که تعصب داره به محمد ابن عبدالوهاب و علمای سلفی مذموم است. تو نیازی نداری که تا در افغانستان بری مثلا بیای کتب و درس‌های شیخ بن باز رحمت الله علیه، شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه یا اینا رو بیای تدریس بکنی. نیاز نیست. مذهب فقهی که فعلا رایج است در کشور رو احترام بگذارید، به عرف و عادات مردم رو احترام بگذارید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که میبخشید ای عایشه اگر قوم تو تازه مسلمان نمی بودند کعبه را خراب می کردم و بر اساس بنای ابراهیم علیه السلام دوباره بنا می کردم. پیامبر صلی الله علیه و سلم کعبه رو کلان این قسمتش که ببینید دیواری که از دیوارچه کوچولویی است نیم دایره‌ای، این جزء خانه کعبه است. مشرکین وقتی که خانه رو سیل برد و خراب شده بود می‌خواستن دوباره درست کنن، پول حلالشان کفایت نکرد، قسمتی از خانه ماند، چون نداشتن پول حلال، چون اعتقاد داشتن، مشرک بودن اما اعتقاد داشتن که باید خانه خدا از پول حلال درست بشه. پول حلال پیدا نکردن، این قسمت همینطور ماند. بعد از اون دیگه همینطور ادامه پیدا کرد و اسلام آمد و پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌خواستن این رو دوباره بر همون اساس بنای، چون بر اساس بنای ابراهیم علیه السلام کعبه مربع نیست، مستطیل است. اما پیامبر گفتن ای عایشه اگر که قوم تو تازه مسلمان نمی بودن من کعبه را بر اساس بنای ابراهیم علیه السلام دوباره تجدید بنا می کردم. پیامبر این کارو نکردن، قبله مسلمان ها رو به همون تو حالت گذاشتن. یا در یکی از برنامه خدمت شما عرض کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سال 8 هجری مکه رو فتح کردن. یکی از جوانان اهل مکه فکر کنم عتاب ابن اسید است، از بنی مخزوم است، او رو به عنوان امیر مکه تعیین کردن. خودشون به ادامه فتوحات و جهاد پرداختن و بعداً هم به مدینه برگشتن. در همان سال 8 هجری مراسم حج برگزار شد. مسلمانان مکه رو با یک سپاه عظیمی فتح کرده بودند. والی مکه کی است؟ امیر مکه کی است؟ یکی از صحابه است، از طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم تعیین شده. امیر حجاج کی است؟ همین عتاب ابن اسید است، همین صحابی که والی مکه است. عتاب ابن اسید همان سال با مسلمانانی که در مکه بودند مراسم حج رو به عنوان امیر حجاج اجرا کردند، در حالی که خوب توجه بکنید در مکه مشرکین عریان طواف می‌کردند، لبیک کفری خودشان را میدادن، میگفتن لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک هو لک ملکته و ما ملک. یعنی خدای تو شریکی نداری غیر از یک شریکی داری که اون شریک هم هرچی داره تو داری. یعنی اینطوری یک تلبیه خاص خودشون رو داشتن. مردم بتاشون رو آورده بودن، با بتاشون طواف میکردن، به بتا سجده میکردن، عریان طواف میکردن، شعارات شرکی کفری خودشون رو میدادن. اما در طول تاریخ
شما ببینید که در هیچ جای در هیچ سیرتی نگفته که یکی از اونها رو عتاب یا والی رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه، امیر حجاج که در اون سال بودن، زده باشه، من کرده باشه یا با اونا برخورد کرده باشه. همونطور با همون وضعیتشون حج را انجام میدادن. سال دوم سال نهم هجری بود. همین گونه حج ادامه پیدا کرد. امیر حجاج والی رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه بود. مشرکین اوریان طواف میکردن، شعارات شرکی خودشون رو میدادن، تلبیه شرکی خودشون رو میگفتن، بت‌های خرد و بزرگ خودشون رو آورده بودن، به اون بت‌ها سجده میکردن، بت پرستی میکردن، شعارات شرکی میدادن. اما نه مسلمانان، نه امیر حجاج، هیچ کس و نه رسول الله صلی الله علیه و سلم مانع نشدن. چرا نشدن؟ ببینید چون حکمتی در اینجا وجود داشت. اگر در سال اول، سال دوم پیامبر صلی الله علیه و سلم این کارو میکردن، برخورد میکردن با حجاج، در اینجا کل قریش، کل اعراب، اطراف مکه همه میامدن میگفتن ببینید محمد با خانه خدا چه کرد، محمد با حجاج چی کرد، ما رو از حج من کرد. اما نه، دیدن که نه والله پیامبر هیچ کاری نداره. این کار سبب شد که مشرکین بیان در حج. این 2 سالی که مشرکین آمدند و حج کردن و کسی به اینا چیزی نگفت، سبب شد که اینها با اسلام آشنا شدن، با مسلمان ها آشنا شدن و تعداد زیادی، یعنی میشه گفت که بیش از 80% جزیره العرب مسلمان شدن به خاطر اخلاق و برخورد مسلمان ها. بعد از اون بود که در 2 سال بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر صدیق و علی رضی الله تعالی عنهما را فرستادن و اوایل سوره براءت یا سوره توبه نازل شد که براءت من الله و رسولی، این اعلان براءت از مشرکین و با اونها 4 ماه فرصت داده شد که در این 4 ماه این مناطق رو ترک بکنن. بعد از این کسی حق نداره که اوریان حج بکنه، بعد از این کسی حق نداره در مشاعر مقدسه بتی بیاره، کسی حق نداره که بت پرستی بکنه، مشرکی حق نداره که در حدود حرم زندگی بکنه. 4 ماه هم بهشون 4 ماه و 10 روز بهشون فرصت داده شد. ببینید این است اسلام. طرف از دانشگاه اسلامی فارغ میشه یا از مدرسه سلفیه کراچی فارغ میشه، فتافت وارد افغانستان میشه، اول میره در مسجد، امام میگه ولا ضالین، این از اون پشت سر آمین، زهرمار. تو از این که الان میخوای نشان بدی که بله تو یک راه و روش جداگانه داری، یک مذهب جداگانه داری، این احمق است این انسان. همین کاراشون سبب شد که طالبا در مقابلشان موضع بگیرن، علما در مقابلشان موضع بگیرن، امامان مساجد. روز اولی که آمدن در منطقه رسیدن، بله امام مسجد مشرک است. خب چرا تو کجا فهمیدی که مشرک است؟ بالا نمیدونم اسقاط میگیرد و فلان میکند و این میکند. این آیا این روش است؟ با امام مسجد در افتادن، با رئیس مدرسه در افتادن، با علما در افتادن و اینم عاقبتشون اینطوری شد. در هر جا این کارو کردن، در تاجیکستان همین کارو کردن، در افغانستان این کارو کردن. و من بارها در برنامه آنوستی که از 10 سال به این طرف که این برنامه بود، من این رو بارها ذکر کردم که برخوردهای نابخردانه اینها سبب شده که مردم در مورد سلفیت فکر و اندیشه بدی رو داشته باشن. علیکم السلام برادر گرامی، بفرمایید. خوب هستید؟ بخیر جان تاجور؟ سلامت باشید. پیشتر شما گفتیم که سلفی‌ها باید نباید، منظورتان این بود که قسمی که طالبا میگن نماز بخوانین و آمین نگوین و پایتان و فاصله نتین. آیا روافض هم اجازه در افغانستان دارد تو که میل طالبا نماز بخوانه؟ و دیگر این که آزادی بیان چطور کجا شد؟ وقتی مردم در اروپا میاید هر قسمی که نماز میخوانه، آیا کریستیان یهود و نصارا به اونا میگه این قسم نماز نخوان، ما قبول نداریم نماز شما را؟ و دیگر گفتی که مجاهدین گفتی اینا ببخشین یا لحظه شبکه های یهود و نصارا است، امیرم دلیلش هم میاریم بتن. مجاهدین شبکه یهود و نصارا هستن؟ نگفتم همچین چیزی رو که نگفتم همچین چیزی. گفتی همی خوارج خودتان ثابت کو وقتی که گفتی اینا خارجی هستن. و من طرفدارشان نیستم، شما را با الله قسم دوست دارم، چون من در تیک تاک میبینم بسیار زیاد شده عکسای علما بالا میشه، تکفیر میشه. ما گفته مردم در نیمرایی ماندیم، نمیدونیم که حق با کی. بله برادر عزیز، من گفتم که کسانی که امروز فکر خوارج را دارن در افغانستان
توسط یهود و نصارا استفاده میشن بر علیه مسلمانان. آیا این حرف من خلاف واقعیت است؟ امیر دلیل بیارین خیر. مثلا مولوی صاحب مجیب الرحمن انصاری در طول 20 سال جمهوریت در لیست سیاه آمریکا بود. امروز شما اسم مولوی مجیب الرحمن انصاری رو در فیسبوک به تنهایی بنویسید، فیسبوک صفحه شما رو بلاک میکنه. چرا؟ چون که مولوی مجیب الرحمن انصاری در لیست سیاه آمریکا بود. بارها از طرف ناتو، از طرف حکومت اشرف غنی امر دستگیریش، امر زندان شدنش، ترور شدنش صادر شد. ایران در طول 30 سال تقریبا سعی و تلاش کرد که ایشان را ترور بکند، از بین ببرد. یک داعشی احمق آمد، خودش رو منفجر کرد، ایشان را به شهادت رساند. الله متعال شهادتش را قبول بکنه. الان شما به عنوان یک مسلمان برای ما بگوین که از شهادت مولوی مجیب الرحمن انصاری کی استفاده کرد؟ روافض یا کسی که مولوی صاحب انصاری نزد من یک مسلمان بود. من مولوی صاحب انصاری ببینید، مولوی صاحب انصاری از کودکی، از سن 16 سالگی که امامت و خطابت رو شروع کرد تا وقتی که به شهادت رسید دیسکو نرفته، سینما نرفته. والله قسم است من با او زندگی کردم. یک روز به خاطر سیل و چکر با زن و بچه خود جای تا یک پارک نرفته. این انسان رو یک جوان داعشی میایه به شهادت میرسانه، بعد میگه الله اکبر من یک مرتد را کشتم. آیا این جوان داعشی فریب یهود و نصارا را نخورده؟ فریب دشمنان اسلام را نخورده؟ اونها میگه ما دلیل داریم انصاری با طاغوت، حکومت طالبا حکومت کفری است، میگه با طالبا بیعت کرد چون حکومت. خب یک لحظه برادر عزیز، یک لحظه. طالبا حکومت طاغوت است، پس حکومت اشرف غنی حکومت چی بود؟ حکومت طاغوت بود. ها چرا یک لحظه برادر، یک لحظه. همین داعشیا در زمان کرزی چند نفر وزیر کرزی ترور کردن؟ نه نمیدانم نیست برادر، نمیدانم نیست، جواب بدیم. همین داعشیا در زمان حکومت کرزی چند تا وزیر، چند تا جنرال امریکایی یا دولتی را کشتن؟ برهانالدین ربانی را کی مردار کرد؟ او را خود طالبا زدن برادر عزیز. او را خود طالبا خودشان اعلان کردن. طالبا اعلان کردن که ما زدیم، داعشی ها نزدن. یک لحظه. ثانیاً من از شما سوال واضح پرسیدم. چند جنرال امریکایی یا افغانی را، چند وزیر کابینه کرزی یا اشرف غنی را همین داعشی ها کشتن؟ اینها یهود و نصارا سربازای اردوی کفری افغانستان سینه خود سپر کرده بود. اینا نمیذاشت که با اونا بجنگن. برادر عزیز امی طالبا گوش کن برادر عزیز، امی طالبا خب به صدها عسکر امریکایی را کشتن. شما یک داعشی را نشان بدید که در افغانستان یک آخوند شیعه را کشته باشه، یک یهودی را کشته باشه، یک نصرانی را کشته باشه. غیر از علمای مسلمان دیگه کی را کشتن؟ آیا مبشر مسلمیار کافر بود؟ یک لحظه. آیا مبشر مسلمیار کافر بود؟ آیا ایاز نیازی کافر بود؟ آیا مجیب الرحمن انصاری کافر بود؟ خودشان رسما اعلان کردن، مسئولیتش را به عهده گرفتن. برادر شما در کجا زندگی میکنید؟ از اخبار خبر هستید یا نیستید؟ امی استاد نیازی که کفرش ثابت شد، این که میگه با اشرف غنی بیاین رای بدین، میگه با حکومت کشور طاغوت با حکومت طاغوت کفری میگه بیاین رای بدین، ویدیوهایش میبینیم با وحدانیت. خب الان برادر عزیز امی الان شما برادر عزیز شما خودتان در آلمان زندگی میکنید، شماره شما آلمان نشان میده. شما که در آلمان زندگی میکنید، در آلمان هستین، بلژیک هستین، هلند هستین، در اروپا هستید. در اروپا هستین. آیا زندگی کردن شما در اروپا طبق شریعت اسلام جایز است؟ نه خیر، اگر افغانستان بریم با اسم سلفی طالبان سر ما را میبره. نمیبره برادر. نه نمیبره. امی حرف نزنین. امروز هزاران سلفی در افغانستان زندگی میکنن. برادر عزیز برید در سعودی زندگی بکنید، برید در کویت زندگی بکنید، برید در امارات زندگی بکنید. شما که اینقدر مسلمان سوچه هستید برادر، شما که ایاز نیازی را طاغوت میگید، شما که مولوی مجیب الرحمن را طاغوت میگین، شما که مبشر مسلمی‌ها را طاغوت میگین، شما که پاسپورت یک کشور اروپایی را در سر جیب خود گذاشتین، زیر بیرق کفر، زیر بیرق صلیب زندگی میکنین، شما مسلمان ناب هستین؟
برای من یک آیت برادر عزیز، یک لحظه برادر، یک آیه از قرآن، یک آیت، یک لحظه حرف بزنید، یک آیه از قرآن، یک سنت، یک دلیل از پیامبر صلی الله علیه و سلم بیارید که زندگی کردن شما امروز در اروپا جایز است. بفرمایید. سبحان الله. یک کشور اسلامی نشان بده ولی ما بگو که حکومتش اسلامی است. حکومت عربستان حکومت مدخلی، حکومت منصور یهود و نصارا با می باور عقیده که ما دارم در عربستان سعودی برم، امی حکومت کفری دولت عربستان سعودی سر مرا میزنه. نمیزنه برادر محترم. یک لحظه نه قدم به قدم پیش بریم. شما یک سوال میپرسم، شما در کشور کفری زندگی بکنید بهتر است از نگاه شریعت و اسلام یا در کشوری که نوکر کفار است؟ کدامش بهتر است؟ از این که زیر دوست طالبا زندگی کنی حکومت کفری، به خاطر پیشتر گفتی طالبا شما را اگر میگه که مثل سلفی نماز نخوان آمین نگو پایتان فاصله نته بطبق میل طالبا، اما در انگلیس ما زندگی میکنیم یک انگلیسی به من نگفته چه خودم نماز بخوان. خب شما دارید، چون که ببینید شما با این فکرتان دارید به انگلیس خدمت میکنید، به خاطر همین به شما کاری نداره. شما یک دلیل برادر، یک دلیل، من الان از شما یک لحظه ما میخوایم با شما بحث علمی بکنیم، درست است برادر؟ شما به عنوان یک کسی که من وقت میتون به شما شما یک دلیل از قرآن بدون احساسات، بدون عواطف و احساسات، یک دلیل از قرآن، یک دلیل از سنت بیارید که امروز زندگی شما در کشور غرب جایز است. بله میدونم که مسلمانان نباید در کشور غرب چرا زندگی میکنید؟ برادر مسلمان، از برای خدا این همه کشورهای اسلامی است، شما میری در اروپا زندگی میکنی میگی کل مسلمان ها مرتد هستن. زندگی کردن یک لحظه حکومت نظام کلش مزدور ببینید این سلسله است. امی حکومت عربستان سعودی رو مردم سعودی قبول دارن، هیچ کس هم مخالفت نکرده. نظرتان در مورد یک لحظه امی حکومت سعودی را حدود 20-25 میلیون جمعیت سعودی قبول داره، غیر از تعداد اندکی از علما که اونم نه اینکه قبول نداشته باشن. شما یکی از علمایی که امروز در سعودی زندان هستن یک حرفی از اونا بیارید که گفته باشن که حکومت سعودی رو ما قبول نداریم. اونایی که در سعودی زندگی میکنن حکومت سعودی را قبول دارن، منتها اعتراض کردن. من دفاع نمی کنم برادر از حکومت سعودی. همین مسئله در مورد طالبان هم همین حرف رو میزنم، در مورد حکومت کویت و قطر و بحرین و امارات و کل کشورهای اسلامی 54 کشور اسلامی همین حرف رو میزنم. الان شما مثلا در ترکیه، در سعودی، در امارات، در قطر، در بحرین عقیده خودتان را تبلیغ بکنید، عقیده توحید رو تبلیغ بکنید. در 54 کشور اسلامی عقیده توحید رو تبلیغ بکنید، سنت رو تبلیغ بکنید، قرآن رو تبلیغ بکنید، دوری از شرک و بدعت رو تبلیغ بکنید. کسی شما رو میبره؟ کسی شما رو میکشه؟ چرا فرار کردی رفتی در غرب نشستی بعد از اون میگی کل کشورهای اسلامی که از همه اینا طاغوت هستن؟ پس اینی که تو در زیر سایه‌اش زندگی میکنی در هلند، اینا چی هستن؟ اجازه بده. ببین بیشتر خودت گفتی که مردمایی که در عربستان سعودی زندگی نه، همین قسمی که مردمای در افغانستان زندگی میکنه اجازه ندارن، مکتبا بسته است، اجازه نماز خواندن در عربستان هم حکومت شما صحبت کنیم من اجازه بده حکومت طاغوتی است. به خاطر چی؟ بن سلیمان یک کافر مرتد است، اینو بر بگم. به خاطر ازی که و اگر هر مؤمن مسلمان در افغانستان در عربستان صدای خود بلند کنه سرکوب میشه. اونجا اجازه 2000 کفر دیگه شی 2000 سربازای آمریکایی امیالی در ریاض در عربستان پایگاه داره. آیا لازم است که برادر عزیز، برادر محترم، بارها در این مورد ما صحبت کردیم. الان من از شما تا بالا 10 مرتبه شده یک سوال پرسیدم، یک آیه از قرآن، یک دلیل از سنت برای من بیار که تو به عنوان یک مسلمان برای تو جایز است که در غرب زندگی بکنی. تو یک کشور اسلامی نشان بده حکومت اسلامی 54 کشور اسلامی است. الحمدلله 54 کشور اسلامی است. در هر کدامش که بری شما زندگی بکنی کس به شما نمیگه بالای چشم تو ابروست. اگر کفر به طاغوت بگوی اجازه میده زندگی من در یک لحظه من در همین عربستان سعودی
در همونجا برنامه داشتم در مورد ولا و برا. برو کست من رو بشنو که در تسجیلات یرموک به پیمانه وسیع در سوشال میدیا هم نشر شده. در مورد ولا و برا برنامه داشتم، در مورد دموکراسی برنامه داشتم. من 181 قسمت برنامه در مورد عقیده توحید من در رادیو فارسی عربستان سعودی برنامه داشتم. یک روز کسی به من نگفته که تو چرا در این مورد برنامه گذاشتی. اما سعید در یک لحظه سلیمان اگر تکفیر کرده باشی چرا تکفیر بکنم من مثل شما نیستم برادر محترم، مثل شما نیستم. یک لحظه نه میبخشید، نه ببینید شما یک لحظه برادر محترم گوش کن برادر عزیز. نه تاپ به دست نگیرید، مهر بگیرید، تق به پیشانی مردم بزنید که مرجع هستی، فلان هستی، مدخلی هستی. من بر علیه مدخلی ها که گفتم هر طاغوتی رو شما ولی امر میگید. من برنامه داشتم، اگر شما ندیدید برید ببینید. 5-6 قسمت برنامه داشتم در مورد همین ربیع بن هادی المدخلی که روزی که ملک سلمان باش ملاقات کرد، با هفتر ملاقات کرد، بعد از اون آمد گفت که هفتر ولی امر است، باید از او اطاعت بکنم. من برنامه گذاشتم، کلیپ و ویدیوش هم پخش کردم. ما مثل شما نیستیم، فهمیدی که حرفمان یک چیزی باشد، عملمان چیز دیگری باشد. لکن المائده را بخوان آیه 51 سوره المائده که الله سبحانه و تعالی گفته با یهود و نصارا دوستی نکنین، هر کسی با یهود و نصارا دوستی کرد یکی از اونها است. آیا بن سلیمان با کفار حربی با آمریکا دوستی نکرده؟ آیا جایز است یک مسلمان با کفار حربی دوستی کنه؟ برادر محترم ولی گرفتن که در سوره مائده که الله سبحانه و تعالی بحث میکنه در اینجا این است که تو حاکم کافر رو بیار بر سر مسلمان ها حاکم بکن، دین و شریعت اسلام را زیر پای بکن، قوانین کفری رو در یک مملکت اجرا بکن. این است ولایت کفار. اصلا ولایت رو شما میفهمید معنیش یعنی چی؟ ولایت معنیش چی است؟ دوست عزیز یک لحظه الان شما یک دفعه از طالبا پریدید به عربستان. مسئله ما مسئله عربستان نیست، کل کشورهای اسلامی. الان یک لحظه دوست عزیز، بابا جان حکومت طالبان اگر از آمریکا پول میگیره، شما در زیر سایه صلیب زندگی میکنید، شما ولایت صلیب رو قبول کردید. اگر شما امضا نمیکردید که قوانین هالند را قبول کردن به شما پاسپورت میداد؟ ما هیچ وقت قبول نکردیم، با ما همیشه پشت یک دولت اسلامی. پس تقیه کردید. پس وقتی که پاسپورت هالند گرفتی تقیه کردی، پس دروغ گفتی با حکومت هالند. با وحدانیت الله قسم نگرفتیم، نمیگیریم. پاسپورت کدام کشور داری خی؟ امیال پاسپورت کدام کشور داری؟ من مجبور شدم به خاطر یعنی طالبان از افغانستان فرار کنیم. پاسپورت کدام کشور داری؟ پاسپورت کدام کشور داری در سر جیب دلال؟ با وحدانیت الله قسم که ندارم، لعنت الله و ملائکه بر کسی باشه دروغ بگن ندارم. چه رقم رفتی با اروپا خی؟ چه رقم رفتی با اروپا؟ دروغ گفتی رفتی با... با چی رفتی؟ با پاسپورت نرفتی، با چی رفتی؟ با پاسپورت. آقای محترم شما یک لحظه جواب سوال من رو بده. شما از مریخ رفتی به اروپا یا از کدام کشور رفتی با اروپا؟ پاسپورت نداشتی، با چی رفتی؟ قاچاقی رفتیم. چگونه میرفتیم؟ قاچاقی رفتی؟ همین قاچاقی رفتنت به اروپا، به امریکا به کدام دین و مذهب جایز است؟ اصلا در اسلام هیچ پاسپورت لازم نیست. در کشورهای اسلامی نباید پاسپورت. آیا اینو میدونی که یک مسلمان اگر قانون اسلامی باشه یک لحظه پاسپورت به کشور اسلامی جایز نیست. شما به کشور اروپایی رفتی. خداوند گفته که یک لحظه دوست عزیز خداوند گفته که هجرت کنید. به کشور اسلامی هجرت بکنید، نگفته با اروپا هجرت بکنید. استاد محترم همین یک چیز سوال میکنم، اگر مرد هستی واقعا همین اردوغان مسلمان است، کفری از اینم ثابت. بابا جان تو چرا از این شاخه به این شاخه میپری؟ یک دقیقه بن سلمان، یک دقیقه اردوغان. آقای محترم تو جواب سوال من رو بده. تویی که مسلمان هستی
تو هجرت باید بکنی به یک سرزمین اسلامی. اگر سرزمین اسلامی که نبود، یک لحظه، سرزمین اسلامی که نبود، یک لا حول ولا قوة الا بالله. خب به خاطر همین است، چون این فکر شما که دارید این فکر استخباراتی غرب است، همین فکر اونا میخواهند. به خاطر همین شما را جای داده که از شما بهتر کی میتواند به غرب به کفار خدمت بکند با این فکری که دارید. آقای محترم، خداوند در قرآن گفته که آقای محترم، برادر عزیز تکفیری، شما کل مسلمانای دنیا را تکفیر میکنید. میگین اردوغان کافر است، میگید بن سلمان کافر است، میگید این کافر است. یک لحظه، شما از افغانستان به اروپا هجرت کردید، درست است؟ من زمین و آسمانم مالک الله میدارم، هر جای دلم بخواهم میرم. در کجای قرآن گفته که شما به کشور کفری هجرت بکنید؟ در کجای قرآن گفته که شما به کشور کفری هجرت بکنید؟ آیا صحابه در هجرت نکرد اسمش آیا ربان برادر محترم، برای من جواب بده که رسول الله صلی الله علیه و سلم یا الله متعال در کجا گفته که ای مسلمان؟ برادر محترم، در پادشاه حبشه، یک لحظه گوش کو، گپ سوال میکنی جواب گوش کو، خال مقال نکو. برادر محترم، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که هیچ سرزمین اسلامی نبود، مهاجرین را گفتن که به حبشه هجرت کنید، در آنجا پادشاه عادل است. وانگهی مگر نجاشی مسلمان نشده بود؟ مگر حدیث صریح از پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد اینکه نجاشی مسلمان بود نداریم؟ سیانمایی نکن، مردم رو فریب نده برادر عزیز. بعد از اینکه پیامبر به مدینه رفتن، مگر نگفتن که مهاجرین همه بیان به مدینه بیان، بعد از این هجرت نیست؟ به رسول الله تهمت نبند. من میگم که برای رفتن خودت به یک کشور کفری در زیر بیرق صلیب، اگر تو در وارد مرز هالند شدی، آلمان شدی، اگر اونجا اوراقشان را امضا نمی کردی، به تو اجازه میدادن که در کمپ مهاجرین بری در اونجا زندگی بکنی، یا به تو یک پاسپورت موقت، ورق موقت بدن که تو در اونجا باشی؟ خدا میدانه چه دروغای، یک لحظه، خدا میدانه چه دروغای در اونجا گفتین که شما را راه دادن که والله طالبان ما را میکشتن، طالبان ما را پوست میکندن، فلان میکردن. این دروغ خودت است، پشتی ما تاپه میبندی، اجازه باید مدخلی و مرجع عادتش است، فقط خودش. سوال منو بده، سوال منو جواب بده برادر. دلیل از قرآن و سنت، دلیل از قرآن و سنت برای هجرت به بلاد کفر بیاره دلیل. دلیل از قرآن و سنت برای هجرت خود. تو به من کاری نداشته باش، در نظر شما که ما کافر هستیم، مرتد هستیم، شما خودت که دوست عزیز، برادر مسلمان، برادر تکفیری، برادر داعشی، شما که رفتی در بلاد کفر هجرت کردی، من میگم دلیل از قرآن و سنت بیار. به نظر من که شما کافر، به نظر شما که من کافر و مرتد هستم دیگه، دلیل نمیخواد. شما برای کار خودت دلیل بیار. تشکر برادر. تشکر. دوستان عزیز ببینید، یا ایها الناس، جوانان مسلمان ببینید، اینا هستن که امروز در زیر سایه صلیب نشستن، در کشورهای غرب نشستن، کل کشورهای اسلامی را میگن کافر هستن، طاغوت هستن، مرتد هستن. این عقیده است. بله حکومتش کفری است. بله حکومت صدای من داری؟ بله صدای تو رو الحمدلله همه مسلمان‌ها با چهرهای شما آشنا شدن، میشناسند. همین حکومت طالبان حکومت اسلامی است. از وطن خود ما صحبت کنیم، که ما بریم افغانستان زندگی. تو چرا رفتی چپ و راست رفتی؟ چرا رفتی ترکیه و سعودی و اونجا رفتی؟ بیا در مورد افغانستان صحبت بکنیم. یا این در مورد افغانستان صحبت میکنیم. بسم الله. در مورد افغانستان، شماها در 20 سال حکومت جمهوری که 40 کشور غربی در اونجا بود، چرا صدای شما وقت در نمی آمد که در افغانستان کفر است، در افغانستان اشغال شده؟ کجا بودین در وقت؟ کدام چینل تلویزیون
کدام شبکه تلویزیونی ما داشتیم طلوع از ما بود که اعلان میکردیم یا آریانا از ما برادر یک لحظه امیالی 100 تا صفحه در یوتیوب دارید صبح تا شام. صالح پردل کافر است، محمد انصاری کافر است، ایاز نیازی کافر است، مجیب الرحمن انصاری کافر است. مرد میشدین خو یک روز خب امیدمی در همین کانالایتان، در همین کانالای یوتیوبتان، در همین کانالای فیسبوکتان که غرب برای شما گذاشته در اونجا در خدمتتان قرار داده، یک روز در همین کانالا در مورد کرزی صحبت کردین، در مورد اشرف غنی صحبت کردین، یک نفر جنرال امریکایی را در افغانستان ترور کردین، یک نفر وزیر کرزی و اشرف غنی را کشتین، یک نفر قماندان امنیه و یک نفر ضابط اردوی ملی را کشتین. شما غیر از علما را کشتین. در 4-5 سال اخیر بیش از 1200 نفر از علما و دعوتگران افغانستان به دست همین شما و انسان‌های خبیث کشته شدن. بعد امروز میگی که در افغانستان حکومت طاغوت است. یک لحظه گوش کن. به چه دلیل امروز میگی که در افغانستان حکومت طاغوت است؟ به چه دلیل؟ یک عسکر امریکایی امروز در افغانستان هست؟ بذار اجازه بده، مگه مردی خو اجازه بده. سخنرانی به خاطر اولی که قانون اسلام تطبیق نمیشه، زانی زندان نمیشه، بیادر یقانی زنا کرد سنگسار نشد، دوستش قطع نمیشه، با کفار حربی دوستی داره. کفار حربی کی از چاینا؟ در کجا گفته؟ یک لحظه قدم به قدم. در کجا گفته که اگر حکم زنا اجرا نشد حکومت طاغوت است؟ در کجا گفته که اگر حکم دزدی اجرا نشد حکومت طاغوت است؟ رسول الله گفت زانی باید سزا. رسول الله نگفت که فاطمه دخترم توته بدن و اگر دزدی کنه دست قطع میکنم، نگفت؟ گفت اما یک لحظه سوال کردی جواب گوش کن. من میگم سوال مرا با سوال جواب نده. در کجا گفته که اگر کسی دزدی کرد دستش قطع نشد آن حکومت طاغوت است؟ یک دلیل بیار برای من. سبحان الله، خیلی کی گفت دستش قطع کو؟ اینه رد کو تو. اینه با کی گفته؟ طالبان رد کردن؟ رد کردن؟ حضرت عمر 1 سال کامل حکم قطع دست را در مدینه متوقف کرد. خیلی به نظر شما حضرت عمر هم کافر است؟ نه طالبان 2 سال حکومتشان است. در 2 سال حکومت یک لحظه ببین گوش کو. فقط همین تو موترای اتوماتیک بری گیر بدل میکنی میری گپ. گوش کو برادر، من میگم که یک دلیل بیار که اگر یک حکومتی احکام شریعت را مانند دست قطع کردن، مانند سنگسار کردن را اگر اجرا نکرد این حکومت کفری است. یک دلیل بیار. میگم یک دلیل بیار از قرآن که اگر حکومتی احکامی مانند دست قطع کردن، سنگسار کردن را اجرا نکرد این حکومت کفری است. یک دلیل بیار. خیلی تو اینا حلال را حرام میگی و حلال خدا لودی احمق. بابا جان من تو سوال میکنم، تو برای از من سوال میکنه که حلال خدا و حرام خدا. میگم یک حکومتی اگر امین احکام شریعت را اجرا نکرد آیا این حکومت کفری است؟ خب خیلی راحت، یا بله یا خیر. این یک نمونه این احمقای داعشی است که امروز رفته در زیر پرچم صلیب زندگی میکنه، بعد از اون میگه در افغانستان حکومت کفری است و در فلان جای اینطوری است. بینندگان گرامی، فریب این جماعت احمق را نخورید. والله غیر از خدمت به استخبارات کشورهای غربی دیگر هیچ کاری دیگری از اینها بر نمیاد. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت خوب هستید؟ سلامتیتون خوب است؟ سلامت باشید برادر عزیز، زنده باشید، بفرمایید. خیلی خوشحالم که با شما در تماس شدم. این یک آرزوی من بود. سلامت باشید برادر عزیز. الله حفظتان کنه که همیشه همین گونه برنامه رو پیش برید. حضرت جان برای چه خیلی
تکرار زنگ زدم همین پایین کمیتی یوتیوب یک نفر که خط تاجیک خونده میتوند همون اگر این اداره میکرد خیلی خوب میشد. یک نفر همینجا به نام وطندار خیلی تحقیر نویسه برای هم اگر خیلی چی میکرد یک کس چشم میکرد نویسه خیلی خوب میشد. چشم اینو حتما کنترل میکنیم این شب. به نام چی هست اسمشو بگید، من همین الان بلاکش بکنم اینجا. وطندار هر تمام دشنام کرده است اینجا. به نام وطندار به تاجیکی نوشته است یا به انگلیسی؟ بله به تاجیکی. دوستان عزیز اگر این رو چیز بکنن این رو بلاکش بکنید وطندار. چشم اینو بلاکش میکنیم. تشکر از شما برادر عزیز. الله حفظتان کنه. سلامت باشید، زنده باشید. تشکر از شما. من یقین دارم که این کسی که دشنام می نویسد و توهین می کند این تاجیک نیست و این اخلاق و روش برادران و خواهران عزیز تاجیکی نیست که توهین بکنن و اهانت بکنن. خدا می داند که چه انسان بدبختی است، الله متعال هدایتش بکند. بله سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من با استاد محمد انصاری صحبت می‌کنم. بله بفرمایید. استاد خیلی ممنونم که زنگ ما را قبول کردین. سلامت باشید. همینجا گوش که سلام بسیار دوست دارم. سلامت به باشید. خاطر الله و چند سال است که برنامه شما را پیگیری میکنم. سلامت باشید. خاطر پایتون رو سوال جواب ها یعنی در همه باره باشه چی گفتن هم سوال دارم و هم خطاب دارم. بفرمایید. خلاصه برای مجیب رحمان انصاری هم پرسیدنی بدم الله رحمتون شو کند و ما را هم رحمت کند در رحمت خودش قرار بگیره هر یک ما را. آمین. در این برای مثلا سلفیات گفتین جوانایی که مثلا میدروین در مسجد مثلا امین بالجهل میگن یا که رفع یدین میکنن. بله. همونها رو خطاب کردین که یعنی جاهل هستن، احمق بیش نیستن و همون خاطر پرستنی. نه ببینید اشتباه برداشت نشود. کسانی که میروند در مساجدی که در آنجا تعصب مذهبی است، امام حنفی است، مقتدیا حنفی هستند، تعصب مذهبی دارن، تو میری در اونجا رفع الیدین میکنی، آمین به جهر میکنی و این کارت میدانی که سبب برخورد با مردم و با امام مسجد میشود، گفتم که این انسان احمق است. اما من یقین دارم 100% که رفع الیدین، من رفع الیدین میکنم، من آمین به جهر میگویم و این یقین 100% دارم که این سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما اگر همین سنت ما، من به شما یک مثال میگویم. یک روز حضرت معاذ از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان امام تعیین شدن در یکی از قریه‌های اطراف مدینه. خب رفتن در این روستا، در رکعت اول سوره بقره را خواند، در رکعت دوم سوره آل عمران خواند. مردم قریه آمدن گفتن یا رسول الله معاذ ما را در بدر کرد، ما مردم مالدار هستیم، زمیندار هستیم، ما باید صبح وقت بریم سری زمینای خود. این در رکعت اول آمد سوره بقره خواند، در رکعت دوم سوره آل عمران. معاذ رسول الله صلی الله علیه و سلم طلب کردن، چی گفتن بهش؟ در حدیث صحیح است گفتن افتان انت یا معاذ، آیا تو فتنگر شدی ای معاذ؟ گفت یا رسول الله چیکار کردم؟ گفت تو رکعت اول سوره بقره رو خوندی، رکعت دوم سوره آل عمران. یعنی قرآن زیاد خواندن معاذ برای مردمی که نمیفهمیدن، مردمی که کار داشتن، زندگی داشتن، برای او مردم میتواند سبب فتنه شود. گاهی اوقات قرآن میتواند سبب فتنه شود اگر به طریق غیر صحیح استفاده شود. به خاطر همین من میگویم که در جایی که آمین به جهر و رفع الیدین سبب فتنه و فساد بین مسلمانان شود نکنید. آیا که شما آمین به جهر ترک کردید، رفع الیدین ترک کردید، نمازتان باطل می شود؟ نمیشه. خلاص منظور من همین است برادر عزیز، منظور من همین بود. در مورد مولانا مجیب الرحمن انصاری که انسانایی که تکفیر میکنن
بله اگه ما بله چی که بدارم نیستیم یعنی که تکفیری میکنه همه مثلا چی بگم. من به شما یک چیز بگم برادر در مورد انسانایی که تکفیر میشن. خب میدانید که تکفیر کردن یعنی چی؟ تکفیر کردن یعنی این که شما اگر کسی را گفتین کافر است، یعنی جهاد با او واجب است، مالش غنیمت است، زن و فرزندش کنیز است، غلام است، آیا حاضر هستید امیر با یک برادر مسلمان خود انجام بدهید؟ نه. خب حضرت علی رضی الله تعالی عنه با حضرت معاویه جنگ کرد. خب جنگ صدها نفر کشته شدند. از حضرت علی پرسیدند که آیا آنها منافق هستند؟ گفت استغفر الله. منافقین کی هستند؟ لا یذکرون الله الا قلیلا. منافقین کی هستند؟ ذکر الله را نمی کنند، اونا منافق نیستند. بعد گفتن یا حضرت علی خیلی اینا کافر هستند؟ گفت لا استغفر الله، چطور کافر هستند؟ گفت خیلی چی هستند اینا؟ گفت اخواننا بغوا علینا، برادران ما که بر علیه ما بغاوت کردند. امروز مثل این جوان احمقی که پیشتر زنگ زده بود میگه مردم ترکیه کافر هستند، سعودی کافر است، کشورهای اسلامی همه کافر هستند. مرم شنیدید که مرم گفت که تو هم کافر و مرتد هستی. دیگه کی مسلمان است؟ خودش. شما رو زیاد دوست دارم. بله بله. ببینید الان ما نمیتوانیم به خاطر یک گناه نمیتوانیم یک انسان رو بگیم که کافر هستی. این صفت خوارج است. صفت خوارج به خاطر گناه کبیره مردم رو تکفیر میکردن. یک حکومتی الان اگر یکی از احکام شریعت را عملی نکرد به هر دلیلی که بود، گفت که مثلا قطع دست دزد الان متوقف است، ما این را اجرا نمی کنیم، آیا این شخص کافر می شود؟ نه نمی شود. چرا؟ اگر رد کرد، اگر قبول نکرد، اگر گفت که من این حکم خدا را قبول ندارم، اگر گفت که این حکم خدا این حکمی است که قابل اجرا نیست، این حکم کهنه است، این حکم قدیم است، این حکم من ایمان بهش ندارم، در اون صورت کافر می شود. چطور اینا کلگی را کافر میگن؟ من تعجب میکنم. انشاءالله که ما مثلا علمای را گوش میدم که مثلا به مثل عبدالقدوس دهقان حفظه الله، عبدالقاهیر، مثلا مولانا مجیب الرحمن انصاری بود الله رحمتش کنه و دیگرهاش مثلا گوش میدم در این بروها مثلا تکفیر من مثلا سخن تکفیر کنی یا کسی نمیبینم در این براشون مثلا بسیار گوش میکنم. درست دقیقا. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیت 94 اگر خطا نکنم والله اعلم گفتگی است مثلا کسی که بر تو سلام میدهد یعنی در تفسیر آمدگی است که اسلام آورد و بر اون نگو که تو مسلمان نیستی. دقیقاً. و بر کسانی که تکفیر میکنن مثلا بر آنها را میگم که برای یک اشتباه خود یک مسلمان قابل اشتباه میشود تکفیر نکنن. دقیقاً. تشکر برادر عزیز، تشکر از شما و زنگ ما را قبول کردن بسیار مننت هستیم. سلامت باشید برادر. خوشحالم شدم که آوازات هم خیلی طریق واتساپ شنیدم. سلامت باشید برادر. شما را ملای متعلق کنه. تشکر از تماس شما. خدا نگهدارتون. خداحافظ. بله سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری شما هستید؟ بله بفرمایید برادر عزیز. یه سلامت باشه. بسیار خوشحال شدم همین آواز شما رو میشنوم. سلامت باشید. سلامتتون خوبه؟ سلامت باشید. شما چه خیلی تین سال سلامت هستید؟ الحمدلله شکرانه با دعای شما. سلامت. آقای انصاری این تکفیری های داعشی قطعی میتوانید بحث نکنید. این حال در حال اینو بگن علم ندارن، فقط انسان رو تکفیر میکنن، فقط همین چیزی که ایدانشون اومد مقصد میگفتن میگیرن. درست. باور کنید. درست. اما بگذارید مردم بشناسن، بگذارید مردم اینا رو بشناسن که اینا چقدر جاهل هستن، چقدر از دین بیخبر هستن. بگذارید مردم بفهمن، بشناسن اینا رو. بله برادر. اون روز در سایت ایمو میگن یک سایت هست. بله. من همون سایت ندارم، یک برادر ما داره. همون سایت چی هست؟ انا چیزی مقصد مستقیم. بله. انا تماس مستقیم.
یک در اومدم اینها میخواد این شویشه با یک تاش بعد گفت که در انا مقصد سوره بقره الف لام میم ده یک تاش گفت که در همین الف لام میم ابن تیمیه کفاری یک قبیله را گفتگی است و من خط بدم اموی سوره ما گفتم که ابن تیمیه رحمه الله در کدام کتابش همین الف لام میم ترجمه کردگی است و من بگه خیست قدیمه تو مدخلی تو یک صوفیت قدیمه بحث نکه ایسوسا شما یک کافر من میگم بخی تو گفته سی که ابن تیمیه رحمه الله الف لام میم ترجمه کردگی است یعنی که کفر گفتگی یک قبیله را با ترجمه این الف لام میم من گفتم در کدام کتاب ابن تیمیه نویسته همه نام کتاب من بگویم اخیر من را گرفتن 4 در پرسه ماندم درست سوری والله قسم من حیران شدم من گفتم که نگاه کن چگونه اینها انسان ها را فریب میکنن الحمدلله که ما برادران اهل سنت داریم که مثلا امر معروفات میکنن یک کس تکفیر نمیکنن الحمدلله که همه را مقصد به اسلام دعوت میکنن نه اینکه مثل شما ها اوش کافره ایش مدخلی است ایش صوفی است ایش وایش ایش حیران میشم به خدا قسم درست الله متعال هدایتشان کنه برادر الله متعال هدایتشان کنه سلامت باشه برادر از در زنده باشید زنده باشید الله متعال سعادت دنیا و آخرت نصیب شما کنه تشکر از شما سلامت باشید خدا زنده نگهدار باشید خدا نگهدار شما بله سلام علیکم بفرمایید السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته قربان شما می‌خواستم پرسان کنم دیگر عزیز که در قوایی که در عراق اومدند امریکا و خود آل سعود هم کمک کردنی وقتی که به عراق یعنی حمله کردن 2 میلیون انسان به شهادت رساندن اینجا حکم خدا یا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدو لا تتخذوا یهود و نصارا اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. ولی این مسئله که در سعودی شما میگین که نه اون یکی میشه چی میشه ولی ما میبینیم حتی مستقیم تعرض به یک مملکت اسلامی شده اونجا خودشون هم سهم گرفتن اون سهم 2 میلیون شهید شده بازم شما میگین در سعودی شریعت هست و نمیدونم دیگه هست این شما خودتان فکر کنین اگر حرکت بکنین با یهود و نصارا یکی خوبی میکنن تو را دعوت میکنن در یک خاک مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از اون خاک که از تهران وقتی که تعرض شروع شده 2 میلیون شهید کردن شما در این باره چه فکر میکنین که پیش خدای خود چی جواب میکنین که در این خاک مقدس خاک رسول الله آنها هم از زمانی که یعنی وهابیت اونجا به قدرت رسیده این نیست یعنی خود آل سعود در خدمت این و وهابیت در خدمت کافر دیدین یعنی خاندان هستن ما میبینیم که از خدا و رسول گپ بزنیم از نفس گپ بزنیم شرک هست و نمیدانم این تو آن هستن شما خودتان فکر کنید که در خود سعودی اون قوایی که آمده با یک لحظه تکرار نکنید گپ شما رو شنیدیم تکرار نکنید الان از شما یک سوال میکنم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اولیاء چه معنی؟ تا دوستی و رهبری اطاعت از رو قبول نکنن مثل که آل سعود هست خب یک لحظه عصبانی نشید ببینید عصبانیت سبب میشه که شما بیماری‌های مختلف بگیرید فشار خون بگیرید شکرتان بالا بشه عصبانی نشید 2 برادر مسلمان مثل 2 انسان مدنی ما صحبت میکنیم عصبانیت فایده‌ای ندارد الان برادر عزیز وقتی که شما میگید که اولیاء یعنی دوست گرفتن حاکم گرفتن رهبر گرفتن درست است؟ بله بله شما در کدام کشور اروپایی زندگی میکنید؟ در جرمنی زندگی میکنید دقیقاً درست است؟ در آلمان در آلمان. پاسپورت آلمانی دارید یا ندارید؟ بالکل الحمدلله. خب آفرین. شما الان روزی که پاسپورت آلمانی را که به شما دادن یک سری اوراقی را شما امضا کردین اولا قانون اساسی آلمان را به عنوان یک قانون معتبر و مقدس باید قبول کنید پیروی بکنید رئیس به اصطلاح جمهور آلمان را به عنوان به اصطلاح حاکمی کشور قبول بکنید بیرق آلمان به عنوان بیرق وطنتان قبول بکنید بعد از اینکه چیزا رو شما امضا کردید حالا چه فهمیده امضا کردید چه نفهمیده امضا کردید به شما پاسپورت آلمان را دادن درست است
های حکم شما چی است در شریعت؟ اگر خودت فکر کنی که در مملکت اسلامی یقین به خدا میکنی، از زمانی که ما آمدیم در 80 آمدیم 43 سال ما در آلمان میشه قانون الهی، یعنی قرآن در دست ما سمیده که سید جمالدین میگه از حقیقت در اینجا، عمل در اینجا به قرآن میشه. ما چطور کنیم؟ برادر محترم، من عمل به قرآن را نمیگم. امین خوارج در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه وقتی ابن عباس روان کرد که برای مذاکره با آنها، گفت یا امیرالمومنین، گفت با خدا وارد خیمه اینا شدم، چنان آواز قرآن بود، چنان تلاوت قرآن بود، حیران ماندم که ما بر حق هستیم یا اینا بر حق هستند. حضرت علی 4,500 نفر اونا رو که یک لحظه برادر محترم، الان شما میگید که ولایت کفار قبول کردن یعنی رهبریت اونا را قبول کردن، سرپرستی اونا را قبول کردن، دوستی اونا را قبول کردن. شما الان ام رهبرتان، ام سرپرستتان حکومت آلمان است. حکم شما چی است در دین اسلام؟ جواب مرا بده برادر عزیز. من جواب سوالای شما را همه رو میدم. شما هم جواب مرا بفرمایید. ما که اینجا آمدیم به ذات اقدس قسم است، هر چیزی که ما یعنی همینطور پیش پلیس هم بگیم که اینمی کاری که شما کردین در خود افغانستان خواهید به انسانیت هستیم. اینقدر آزادی ما داریم وقتی که ما را نمیگیم. آزادی را من نمیگم برادر محترم، آزادی را من نمیگم. شما یک انسان بزرگوار، از من که فکر کنم سن شما بیشتر است، به عنوان یک پدر، به عنوان یک عمو، به عنوان یک کاکا، من از شما این سوال رو میکنم. الان شما حکم شریعت در مورد شما که ولایت کفار را در آلمان قبول کردین، برای شما آزادی داده، برای شما چیز داده، همه اینا رو قبول دارم، خبر دارم، صحیح، شما همه این آزادی ها رو دارین. لکن ما در اینجا مسئله عقیده رو صحبت میکنیم. مسئله عقیده مسئله مهم است. این مسئله قلبی است. این یک خط سرخ دین است. شما که سرپرستی کافر را قبول کردید، اتوماتیک شما از دین خارج می شوید. طبق تفسیر خودتان از آیه‌ای که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، شما رفتید ولایت یک لحظه شما رفتید ولایت اونا را قبول کردید، به خاطر همون پاسپورت بهتون دادن. اگر ولایت اون شما برید پرچم آلمان آتش بزنید، اگر پاسپورت آلمانی را شما نگرفتن، شما را دیپورت نکردن به افغانستان، هر چی میگفتید به من بگید. پس پاسپورت آلمانی را وقتی شما گرفتید که قانون اساسی آلمان را شما به عنوان یک قانون مقدس قبول کردید، پرچم آلمان را قبول کردید، حکومت جمهوری دموکراتیک آلمان را قبول کردید، بعد از اون پاسپورت داد. همین کار شما طبق تفسیر شما از این آیه قرآن کریم شما را اتوماتیک از دین خارج میکنه. لیکن با دلیل بگین که در قرآن در فلان جایی گفته که جایز. مسئله فکری نیست. یک لحظه این آیه‌ای که شما گفتید این ارتباط به سوال من ندارد. مسئله فکری نیست، مسئله عقیدی است. مسئله عقیدی. طبق تفسیر شما الان شما رهبریت یهود و نصارا را قبول کردید، قانون اساسی یهود و نصارا را امضا نکردین. شما وقتی که یک لحظه قانون اساسی آلمان را به عنوان یک قانون اساسی معتبر و قابل اجرا شما قبول نکردین مگر؟ برادر محترم شما میگید که آل سعود کافر است، آل فلان کافر است، ترکیه کافر است، افغانستان کافر است. یعنی یک لحظه میگید به خاطر چی؟ دلیلتان از قرآن است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اولیاء هم خودتان گفتید که یعنی دوست، رهبر، سرپرست، حاکم. امیال سرپرست شما، حاکم شما صدر اعظم آلمان است. قانون اساسی آلمان برای شما قانون اساسی که ضد قرآن است، ضد اسلام است، برای شما یک قانون مقدس است. پرچم آلمان، پرچم صلیبی یک کشور کفری نصارا برای شما مقدس است. شما اگر این چیزا را قبول نمی‌کردین، امضا نمی‌کردین، به شما پاسپورت نمیدادن. پس طبق این آیه شما خودتان هم کافر هستین. شما خودتان بگیرید. شما در امریکا و اروپا امروز
من چه سوال میکنم شما چه جواب میدید؟ پدر محترم، پدر بزرگوار، من از شما سوال پرسیدم که امی قانون اساسی را قبول کردنش کفر هست یا نیست؟ و اگر راست من بگویم شما برادر عزیز دیگه در این باره ما بحث نداریم. خب تشکر از شما، تشکر از شما، تشکر از شما، تشکر. مادامی که بحث ندارید بحث نکنید، زنگ نزنید، حرف بیجا نزنید، مردم رو تکفیر نکنید. میگن که خب سعودی کمک کرد و چون امریکا آمد و فلان آمد. همین فتنه جنگ خلیج اول کی برپا کرد؟ میبخشید جنگ خلیج دوم. صدام عراق حمله کرد به کویت. کشورهای خلیج من توجیه نمی کنم ابدا، هاشا و کلا که من بگم که والله یک کشور اسلامی بره از کفار کمک بگیره بر علیه یک کشور اسلامی دیگه اونها رو بکشه بزنه کار خوبی کرده. نه، خیلی کار بدی کرده، مخالف دین است، مخالف شریعت است. اما صدام بود که عراق بود حمله کرد، کویت رو اشغال کرد. کل کشورهای دنیا که رفتن اونجا کویت رو آزاد کردن و عراق رو زدن، نه به خاطر اسلام زدن نه به خاطر عراق زدن، به خاطر چای نفت زدن که خودشان مفت می بردن. مختصر و مفید. روزی هم که صدام رو بیرون کردن همه بلند شدن رفتن. ثانیاً برادر عزیز و بزرگوار، ما شما سوال میکنیم از افغانستان دلیل میارید از آل سعود، سوال میکنیم از طالبان میگه که رفت میره به سراغ اردوغان. تعجب من در اینجاست که شماها میرید در کشورهای غرب زندگی میکنید، ولایت کفار رو قبول میکنید، بعد از اون میاد مسلمان ها رو تکفیر میکنید، میگید که والله شما کافر هستید به خاطری که فلان است و علان است. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی از ترکیه بفرمایید. خوب هستید؟ شما خوب هستید؟ زنده باشید، سلامت باشید. قربانت استاد عزیز. دیگه استاد عزیز من تقاضا من یک مسلمان خیلی دوست دارم. سلامت باشید برادر عزیز. ممنون از اینکه برنامه مفیدی ارائه میکنیم و سلامت باشید. خدمت هموطنان ما شما قرار میدیم. سلامت باشید. طبق حدیث دیگه آیه قرآن رو روشن میکنید به نسل جوان امروزی. سلامت باشید. الله پاک شما را حفظ داشته باشه. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. استاد عزیزی که با شما تماس دارم، خیلی هیجان هستم دیگه. زنده باشید. تشکر. الله متعال حفظتان کند. در کجای ترکیه زندگی میکنید؟ من بورسا هستم استاد عزیز. در کجا؟ بورسا. ماشاءالله ماشاءالله. درس میخوانید؟ خیلی تعظیم میکنم و دیگه تماشا میکنم و خیلی زنده باشید. سلامت باشید. الله متعال حفظتان کند. تشکر از شما. بعدش یک سوال در جون فکر ما مثلا عقیدتی که مثلا حالا ما شما در ترکیه زندگی میکنیم. بله. دیگه اینجا که هست هم کشورش مثلا اسلام میگن، یعنی مسجد است، یک طرف میریم نماز میخونیم، مثلا در مسجد نماز میخونیم، بیرون میریم مثلا استاد مثلا شراب فروشی و دیگه خمر چیزا که هست اینو آزاد هستن. درست. یعنی ما شما بینون یک مسلمان یک کشور اسلامی هستن، مثلا هم نماز یک طرف مسجد است یک طرف آزادی. آیا آزادی و با چیزی عینش عرض یک قالب جرمی آیا مثلا باش در این مورد نماز میخونه یک بیرون بلند میشه فراشی مثلا دیگه بیجابی و درست در این مورد صحبت میکنیم. در این مورد صحبت میکنیم برادر است. امیر میکنم یک معلوماتی را کنیم یک بازی بشنیم. باش چشم. تشکر از شما. سلامت باشید. خدا نگهدار. ببینید برادر عزیز گرامی، حکومت اسلامی به چی میگن؟ حکومت اسلامی به حکومتی میگن نام مهم نیست و این حکومت اسلامی هست چه طریقی به حکومت رسیده باشد، طریق حالا خلافت باشد، طریق پادشاهی باشد، ریاست جمهوری باشد، از هر روشی که رسیده باشد به حکومت اسلامی به حکومتی میگن که تطبیق شریعت الهی در آن حکومت صورت بگیرد. مثلا مردم در عبادت‌هایشان آزاد باشند، امر به معروف و نهی از منکر باشد، فحشا، منکرات، شراب،
زنا این مسائل نباشد. کسانی که با این اعمال را انجام میدن با اونها قانون طبق شریعت اسلام مقابله بکند، جزا داده شود. این است حکومت اسلامی، اقامه عدل، اقامه مساوات، اقامه شریعت الله سبحانه و تعالی، قرآن کریم اجرا کردن، سنت پیامبر. این حکومت اسلامی است. در کشوری که این قوانین رو حکومت اجرا بکند، این میشه یک حکومت اسلامی. درست است؟ اما هیچ وقت در ترکیه، چه الان چه قبل از این، حکومت هایی که سر کار آمدن نگفتن که ما حکومت اسلامی هستیم، گفتن ما یک حکومت سیکولار هستیم. یعنی چی؟ یعنی دین به سیاست هیچ مداخله ای نمی کند. نه دین در سیاست، نه سیاست در دین. به این معنی که مثلا حکومت نمیاد در مسجد بگید نماز رو اینطوری بخوانید، لباستان اینطوری بپوشید، چند رکعت بخوانید، چند رکعت نخوانید، قرآن بخوانید، نخوانید، نماز بخوانید، نخوانید. ببینید برعکسش هم میگن که علما و مسلمان ها از منظار دینی در حکومت مداخله نکنن. اونا نگفتن که ما حکومت شریعت اسلامی داریم و بار هم در مصاحبه های خودشون در سخنرانی گفتن که ما همین اصول به اصطلاح سیکولاریسم رو در کشور بهش احترام میگذاریم و این رو اجرا میکنیم. در حکومت‌های گذشته همین اصول به اصطلاح دموکراسی که ادعا می‌کردن رو زیر پا می‌گذاشتن و مسلمان‌ها رو در قید و بند قرار می‌دادن، جلوی فعالیت‌های اسلامی رو می‌گرفتن. اما حکومت حزب عدالت که آمد، همون شعارهایی که در اصل به نام دموکراسی داده می‌شد و بهش عمل نمی‌شد، همون رو عملاً پیاده کرد. گفت آقا هر کس می‌خواد دینش رو اجرا بکند آزاد است و هر کس که میخواد که به اصطلاح همون لیبرالیسم و سیکولاریسم رو در اجرا بکند آزاد است. اما یک سری سیاست ها، یک سری روش هایی رو در کار گرفتن تا جامعه به طرف دینداری، جامعه به طرف اسلام، به طرف مکارم اخلاق برود و در این فعالیت های خود تا جایی کامیاب بودن. مثلا خیلی توانستن در طی 20 سال اخیر جلوی فحشا و زنا و شراب و این چیزا رو بگیرن. مثلا شما الان میبینید مثلا از مسجد خارج میشید، شاید در سر راه شما شرابخانه‌ای باشد. قبلا این شرابخانه الان مثلا شاید در یک محله یکی دو تا باشد، قبلا در همه بقالا و سوپرمارکت‌ها در همه جا فروخته میشد. این اومد قانونمند شد، مغازه‌های مخصوصی میتوانن این کار رو بکنن که امیدوار هستیم آهسته آهسته این مظاهر رو از بین ببرن. وقتی یک حکومتی میگوید که من حکومت اسلامی نیستم، حکومت شرعی نیستم و حکومت اسلامی هم نمیخواهم، تطبیق شریعت رو نمیخوام، ما چرا بیایم اونا رو محاکمه بکنیم که شما چرا مسلمان نیستید، شما چرا شریعت نمیخواید، شما چرا فلان. هر حکومتی، مثلا امروز ما طالبا رو میگن که ما تطبیق شریعت میکنیم، ما بلاغت شریعت با اونا صحبت میکنیم، میگیم این کار شما خلاف شریعت است، این کار شما خلاف دین است، این کار شما خلاف قرآن است، این کار شما خلاف سنت است. اما آیا میتوانیم با حکومت ترکیه هم این رو بگیم که آقا این کاری که شما میکنید، این کاری که میکنید این خلاف شریعت؟ میگه با مثلا شریعت تو را قبول ندارم، من مسلمان هستم، اوکی من مسلمان هستم، این مسئله شخصی خودم من است، اما این حکومت من یک حکومت سیکولاریست و در این حکومت شریعت جایی ندارد. پس بعضی دوستان اشتباهی که انجام میدن این است که این حکومت رو میبرن در جایگاه یک حکومت شرعی قرار میدن، بعد از اون میان شروع میکنن به محاکمه کردنش. مثل این که طرف میگه که من یهودی هستم، شما بگید چرا حج نرفتی؟ محاکمش بکن که تو چرا حج نرفتی یک بار در زندگی. بابا میگه من یهودی هستم، اصلا حج تو را قبول ندارم. تو بهش بگو نه تو چرا نماز نخواندی؟ این یک مشکلی است که متاسفانه بعضی از برادران ما دارن که میان یک چیزی رو تمثیل میکنن، تصور میکنن، بعد شروع میکنن به محاکمه کردن. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. عزیز. بفرمایید برادر عزیز. سلام با شما و جمله بیننده های نیک شما و برنامه وزین شما. الحمدلله ثم الحمدلله بازم از این برنامه زیبای شما که دعوتگری میکنید، روشنگری میکنید، نگاله مطالب شما ایتون دارین نصیب بگرداند. سلامت باشید. زحمات زیاد میکنید. 20 سال الله مطالب انشاءالله و تعالی سرفرازی و کامیابی دنیا و آخرت نصیب شما بگرداند. آمین. سلامت باشید. یک کسی که قبلا در شما زنگ زدم و کسی که کمی سال خورده بودنش
از این مردم های وردک هم هستن. این به نام سرور وردک هست، یکی از کمونیست ها بود بازی در زمان کمونیست ها. کاش که نام نمی گرفتید برادر عزیز، کاش که نام نمی گرفتید. خب بفرمایید. به هر صورت این مشهور است که از این کمونیست بعد از کمونیستی رافضی بشه و یکی از شاگردای خمینی است، میگه جز ولایت فقه دیگه تماما اینجا مرتد هستن. سبحان الله. جمله است ما می‌خواستم از شاگردای خمینی شده ولی اول اهل سنت بود، از اهل سنت بود کمونیست شده بود. بازی که در وظیفه میره میشه جذب میشه و طرف رافضیتی دیگه که از شاگردان سرسخت‌ترین ولایت فقط میگه غیر خامنه‌ای دولت خامنه‌ای دیگه همه کشورهای اسلامی اشغال هستند و مرتد هستند. سبحان الله. سیس مشهور است. زنده باشین. خیلی از بین لجنزار کمونیستی برآمد و در چای توالت ولایت فقیه افتاد. زنده باشید، سلامت باشید. الله یمتلستون. یکی قسم زیاد میخورم، بسیار قسم خودم در آلمان زندگی میکنم. درست. درست. الله متعال خیر و برکت شما نصیب بگه. سلامت باشید. زنده باشید. چندین گروه سر شما مبارزه داریم، مبارزه شما ببین که با روافض شما هستین، به 20 سال است که با قرآنیون شما هستین، با کسایی که امروز تعویض و تومار و نمیفهم که جادو و ملای خرافی و پیر پرست و انسان پرست و خمر پرست و دیگه با منکرین احادیث و منکرین دیگه اینا رو ببین سر که یعنی مبارزه شما جد شما الحمدلله این ثمره بسیار نتیجه خود داد. الحمدلله امیر دوام بده و پیشنهاد من این است که همین شبکه‌های دعوتی ان شاء الله با شمول خود شما استاد عزیز و استاد فاطمی عزیز دیگر برنامه بیخی زیاد شما به خاطر از اینکه اقتدار زیاد جوانان امروز در تیک تاک هستن، در صفحات مجازی هستن، به گمراهی و بیرویی و بیدینی و مخشویی رفتن، اقتدارش تکفیری شده، یک تعداد دیگهش قرآنیون شده، یک تعداد دیگهش مذهبی شده است. بسیار مشکلات در افغانستان واقعا مشکلات به حد به اندازه است. یعنی ما از کدام سر شروع کنیم؟ حالا یک مذهب جدید به نام مذهب حکمتیاری هم برآمده، رئیس خدا خیر کنه. دیگه مذهب حکمتیار رئیس برآمده صاحبی آدم هم سبانه ببین که میای سر برنامه میگیره بدون از اینکه سوالا رو پیش از پیش دریافت میکنه و اوجه جوابایش از طریق کامپیوتر میبره و اوجه طرفدارایش هم ششتگی هستند و استاد دعوتگر هم خدا میگیره و بسیار جای تاسف است که از احادیث بخاری که بعد از قرآن والا به شما به هزار دفعه گفتیم که بعد از قرآن در نزد تمام مسلمانان دومین کتاب بزرگ است. ولی امروز این فضیلت محمد صلی الله علیه و سلم زیر پا میبرد، سیرت محمد صلی الله علیه و سلم این زیر سوال میبرد، سیرت صحابه را، سیرت مثلا خلفای راشدین، تمام جهادشان، تمام فضیلت هایشان همیشه زیر سوال میگه. قرآن به ما کفایت میکنه. فقط در روزی که از دنیا رحلت میگه محمد صلی الله علیه و سلم گفت این قرآن چنگ بزنه، دیگه نگفت سنده. سبحان الله. یعنی ببین با کدام چشم و با کدام حیاس حیران میمونی که این با رهبر این قسم انسان ها با پیروایزی ببین، پیروایزی کسی یک استاد نامش نمیگیره والا مو چه برات بگم، ما بسیار احترامش داشتیم، بسیار سرش حساب میکنیم در 10 سال 20 سال، ولی حالا میبینیم که سیمو هم 180 درجه تغییر کرده و طرف یک مطیار پرستی و طرف طاغوتش رفته. باز برای خدا امروز کتاب بخاری میگه هیچ قابل چالش قابل استفاده نیست، باید از بین بره. جهان اسلام خبر دارنه، علما خبر دارنه، مفسرین خبر دارنه، محدثین خبر دارنه. یک کسی برآمده حکمت باری صاحب، یک کسی که اونم برش کسی نوشته میکنه، خود از آدم مطلق به سواد است، یک آدم جاهل است، یک آدم متکبر است، یک آدم قاتل است، یک آدمی که در سیاست هم رفت وقتی که در ربانی استاد ربانی زد مسعود زد در آخر تسلیم شد و همین خودش امروز طرفدارای بیادبش که میگه که کولوبیا و خود همین با کلها فرار کرد، خود همین یک مطیار همین مسعود نجاتش داد، همین ربانی نجاتش داد. بازو به ایران رفتن، در ایران هم گفت که والا من مسعود یک چیز ربانی میخواستن که از بین ببرن. یعنی اونجا رفت که یک مطبوعی در ایران و چون که رافضی شده، ما فکر میکنم که آدم به طرف رافضیت هم گرویده شده.
چرا میگه اهل بیت و خمس چیزا را در زبان خدا بود و چرا علی کرم الله وجهه این احادیث نقل نکرده، چرا اهل بیت نکرده؟ همون چیزی که روافض قرآنیون میگن. من در کنفرانسی که داشت واقعا تعجب کردم. میگه ابو هریره ای تو کرده، ابو هریره ای گفته، بخاری گفته، بخاری کتاب بخاری. فقط ای تو بخاری و ابو هریره میگه فقط بگوی بقال سر کوچه را صدا میکنه. یک ابو هریره رضی الله تعالی عنه بگو، امام بخاری رحمت الله علیه بگو. یعنی واقعا تعجب میکنه انسان که در این سطح پیری خداوند گرفتاری بیماری ها بکنه انسان رو دیگه. الله تعالی خودش حفظ بکنه، حسن خاتمه نصیب بکنه. عزیز استاد عزیز امو کسی که از دعوتگرای اهل سنت در ایران بود نمیفهم اسمش که یک دکتر فراموش شده، خداوند شهادتش نصیب بگردان، دولت رافضی ایرانی رو به شهادت رساند. بله. علمداران بود مثلا بنابراین این گفته بود بگذاره که امیر روافض دوام کنه تا که شناخته شود، تا که مردم اهل سنت، تا که مردم خرافات پرستا، کسانی که بی پرست هستن، کسانی که بین شیعه و سنی مشکل نداره، امیر دولت دوام کنه که ایزاره ما مردم اهل سنت بیدار شود است. ولی همون تو شمروز ببینید که دولت رافضی هم مردم بیدار شدن، میفهمند و شعار شدن. ولی آمدیم که در این رهبره که امروزی اکثریت افرادش را ترک گفته، ولی کسایی که در خارج است، این استادی که دعوتگر خود میگیری 40 سال 50 سالش که در آلمان است و این اصلا افغانستان جهاد ندیده، ولی امروز همه چیز به خود پت کنه از این دفاع میکنه. و وقتی که تو دفاع میکنی من زمینه برات میگم تو در مقابل آغاسی منکر حدیث، در مقابل دکتر فرید یونس در امریکا، مثلا در مقابل وسیق قرآنیون منکرین حدیث، چرا برنامه گرفتی تو؟ چرا وارم احادیث بخاری شریف معرفی کردی و فضیلت امام بخاری صاحب و وارم تاپه زدی، وارم با گفته خودت با بوک زدی، وارم شکست دادی، وارم از بین بردی. ولی امروز چرا از طاغوتتون امروز 180 درجه تغییر کردی تو از برای خدا؟ اینا رو استاد عزیز، من سوال من از کسی که بخاری مطلق موقعی قابل استفاده نیست، یعنی بخاری ما بخاری سب استغفرالله هیچ دیگه از افغانستان از کل جای زده شود، این دیگه قابل استفاده نیست. آیا همین افراد از خود از کسی که این عمل داره، کسی که مفکوره داره، کسی که میخواد خدا ناخواسته میگه من مبالغه دارم، من خو ندارم، من میخوایم که اینمی باید اینمی معذله از افغانستان برداشته شود خدا ناخواسته. یعنی به عرف شما امروز اگر گفته خودت استاد از این رایگیری در برن در صحنه آزاد برن، به خدا 5000 رای بردی تو در وقتی که در زیر اشغال چتر اشغال شما قرار داشتید 5000 رای بردی تو. این تو از نظر سیاسی هم شکست خوردی، از نظر سیاسی هم شکست خوردی، از نظر عقیدوی امروز آمدی که در سر بالای دو میلیون مسلمان ها که پیرو از او هستن دوست دارن دورم. امروز عرب و عجم در این مدینه منوره شما زندگی که استاد محترم در هر لحظه و هر ثانیه گپ از امام بخاری امام مسلم از بعد خیلی جالب است، بسیار میبخشید، خیلی جالب است که میگه سبب کل بدبختی و جنگ جدالای مسلمان ها همین احادیث است. امی بگو که شما و حزبی و جمعیتی که با هم جنگ کردین به خاطر بخاری جنگ کردین؟ کابل به خاطر امام بخاری خراب کردین؟ افغانستان به خاطر امام بخاری خراب کردین؟ دینی فرار دادن. همین جنگ‌ها همین باعث شد، همین جنگ‌ها همین بود که با خدا اکثریت مردم اقتدار جوان‌ها از دین فرار کردن، مجاهدین بدنام کردن، جهاد بدنام کردن. پس دوباره مردم به طرف زبان پرستی و نجات پرستی و از خاطر این جنگ‌ها همین کابل، شهر کابل بود. و امروز تمام از زیر پا انداختی امروز سر امام بخاری رحمت الله علیه، اون کسی که به حساب محض قرآن از احادیث میگه هیچ وحی و احادیث وحی نیست. محمد صلی الله علیه و سلم عالی قدری فضیلت محمد صلی الله علیه و صحابه، این خلفای راشدین، این همیشه زیر پای میگذاری. میگه بخاری است خب با کدام دلایل علمیش، با کدام علم دانشش، با کدام مکتبی را که حالا این کجا خوانده، اینجا به علمای جهان اسلام بیاره، اینجا کنفرانس که میگیره عرب و عجم باشه، نه که 4 تا چاپلوس مداح کسانی که فقط با الله قسم میخورم که امروز از الله و رسول تیر هستن، از حکمتیار تیر نیستن. من یه داره آن شناختم دمی 2-3 ماه باور به الله کنه که به نام استاد، به نام دعوتگر چند شبکه را باز کنن
شب و روز این بالای استاد زبانی، بالای مسعود و خودمان باور که همیشه یارا میگفتیم که حکمتیار بیگناه و شاید چیز هستی در حقش چی شده، ظلم شده. ولی ما وقتی که بالای احادیث شروع کرد، ما مبارزه خود جد و جهد خود آغاز میکنیم، یک مبارزه جدید خود او مردم حاضر هستید یک خطبه خود میگه و مردم مقلد و جاهل و نادان هم دست خود بالا میکنه. بله ما حاضر هستیم، ما میگه یک جهاد دیگر شروع میکنیم. جهادش هم نیست که علیه بخاری چه منطق هستی، این چه عقل است. تشکر هستی عالمای جهان عرب اگر بودپاک کس بگیره، به خدا اگر بودپاک تو را کس بگیره، ما میگه فاطمه تو قدرت هست، تشکر. چیز است، امریکا ساز عزیز است برای خدا. این دیگه مردم به جهاد در افغانستان نکرده که شهادت داده. درست. تشکر از شما برادر عزیز، تشکر از شما. زنده باشید، سلامت باشید، سلامت باشید، سلامت باشید. تشکر از شما، تشکر. سلامت باشید. سلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از این برادر عزیز و بزرگوار. یک تماس دیگر هم بگیریم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. محترم ان شاء الله که صحتمند باشین، خوب هستین. سلامت باشید، زنده باشید. خوشحال هستم که امروز دور مستقیم هم صحبت هستم استاد محترم. سلامت باشید، زنده باشید. الله مطالب استان کند. جزاکم الله خیر. استاد محترم سوال خود را ما طور متن در واتساپ شما ارسال کردم در این شماره، میشه که برای این سوال ما پاسخ بدید؟ چشم من چک میکنم، انشالله پاسخ میدم. زنده باشید. جزاکم الله خیر. زنده باشید. سلام و رحمت الله و برکاته. سوالاتی که از طریق واتساپ فرستاده میشه دقیقاً سوالات خیلی زیاد هست و سوال ایشان این است که امام مسجد محله ما چند سال قبل بعضی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را که در مخالفت با مذهبشان می آمد قبول نداشت، همچنان برای مردم وهابی را مانند کفار و دشمنان اسلام معرفی می نمود و تعویض هم برای مردم میداد، اما فعلا به خاطر رد احادیث توبه کرده. آیا نماز به امامت این امام مشکل ندارد؟ اگر فعلا توبه کرده و رد احادیث بر اساس جهل بوده اشکال نداره. حتی اگر که حالا به هر سببی رد کرده و توبه کرده، الان پشتش نماز خواندن مشکلی نیست. تعویض نوشتن اگر تعویض از آیات قرآنی باشد، گرچه اصل بر این است که حتی از آیات قرآنی هم جایز نیست، اما اگر از آیات قرآنی باشد گناه می توان گفت بنابر اقوال بعضی از علما. اما اگر غیر از آیات قرآنی باشد، رمز و رموز جادوگرانه و سحر و اینا باشد، در این صورت جایز نیست پشت این انسان نماز خواندن، چون کسی که به سحر و جادو مشغول باشد این انسان کافر است. این آیت صریح هست و حدیث صریح هست، ساحر کافر است، جادوگر کافر است و حکمش هم قتل است که حکومت اسلامی باید او رو قتل بکنه. خیلی سریع بعضی از سوالات ها من جواب میدم. بیننده نوشتن که آیا این شعر حافظ درست است که می بخور مصحف بسوزان آتش اندر کعبه زن، ساکن بتخانه باش و مردم آزاری مکن. دقیقاً یک چیز مزخرف است. حافظ، ببینید عده‌ای از مردم میگن شما در مورد حضرت حافظ صحبت میکنید، شما در مورد حضرت مولانا صحبت میکنید، شما در مورد حضرت فلان صحبت میکنید. بله، حضرت مولانا، حضرت حافظ و علما و کسانی که شعر داشتن، دیوانای اشعار داشتن، اینها مرجع دین و شریعت نیستن. این شعر حافظ یک شعر مزخرف است. می بخور، کی گفته می بخور؟ غلط میکنی می میخوری. خداوند گفته که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. خدا میگه دوری بکنید از شراب خوردن، این میگه می بخور. مصحف بسوزن، تو غلط میکنی مصحف میسوزونی. مصحف سوختاندن کفر است. یعنی
الله سبحانه و تعالی در مورد شعائر دین ما رو برحذر می‌دارد که باید شعائر دین رو احترام بگذاریم. از شعائر دین جز خط قرمزهای ماست. آتش اندر کعبه زن، تو برو مرد سی آتش اندر کعبه زن، ببین چه بلایی سرت میارن مسلمانا. ساکن بتخانه باش، یعنی برو بت پرستم بشو، اما مردم آزاری نکن. ببینید مردم آزاری یک گناه هست، اسلام از اون منع کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بهترین مسلمان ها کسی است که مردم از زبان و از دست او در امان باشند. یعنی چی؟ مردم آزاری نکند. مردم آزاری یا با دست است یا با زبان است. پس وقتی که انسان این دو عمل رو انجام نداده یعنی مردم آزاری نکرده. اینکه می بخور و مصحف بسوزان و آتش اندر کعبه زن و ساکن بتخانه باش و بعد از اون مردم آزاری نکن، این مردم آزاری نکردن تو چه به درد میخورد؟ این یک فکری هست که اصل و ریشه این در وحدت الوجود است. در نظام به اصطلاح فکر وحدت الوجود اصل بر این است که همه انسان ها مؤمن هستند، همه انسان ها وارد بهشت میشن و همه انسان ها حتی اون بت پرست هم که هست در حقیقت خدا پرست است، چون خداوند در بت او حلول کرده والعیاذ بالله. این یک فکر است، یک عقیده باطل باطنی است که متاسفانه خیلی از شعرای که ما داریم در ادبیات گرفتار این فکر بودن. حافظ به عنوان یک شاعر شعرهای خیلی خوب دارد، مولانا به عنوان یک شاعر ماشاءالله خیلی شعرهای خوب دارد، فردوسی، جامی الی آخری، اما اینا نه مرجع دین هستند، نه عالم شریعت هستند، نه حرف اینا در دین و شریعت جایگاهی دارد، نه حرف اینا در مقابل قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ارزشی دارد. علامه ابوالفضل برقی کتاب بسیار جالبی دارد به نام حافظ شکن. من توصیه میکنم دوستان این کتاب رو دانلود بکنن بخوانن که در اونجا خیلی مفصل در این مورد صحبت میکنه. بیننده فرمودن که ذبیحه شیعه حلال است یا حرام. ببینید در این که ذبیحه حلال است یا حرام شیعه و سنی بودن مهم نیست، مهم این است که طرف مشرک نباشد. اگر یک کسی غیر از خدا کسی رو صدا میزند و غیر از خدا به بتی سجده می کند، به قبری سجده می کند، به قبری طواف می کند، حالا اسمش رو بگذاره شیعه یا سنی، این انسان اگر گوسفندی رو حیوانی رو ذبح می کند گوشتش حرام است، چون این شرک است و ذبیحه مشرکین برای مسلمانان حلال نیست. آیا پسر کاکا، ماما، عمه یا خاله محرم هستند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم ادامه میشه با آنها راحت صحبت کنیم و تلفنی چت کنیم. خانمم با پسران خاله‌اش چت میکند اما من راضی نیستم، چه کار باید کرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم از این مسئله پرسیدن، گفتن که کسانی که محرم هستند، الله سبحانه و تعالی در آیه صریح قرآن کریم بیان میکند که محارم کیا هستند؟ پدرانتان، برادرانتان، ماما و به اصطلاح دایی یا عمو، کاکا، اینا هستند کسانی که محارم محسوب میشن و فرزندانشان و فرزندان به اصطلاح مرد از همسر دیگرش، همه اینا جزء محارم حساب میشن. اینا رو الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم برای ما واضح و صریح بیان میکند. اما کسی پرسید یا رسول الله افرایت الحمو؟ حمو یعنی چی در عربی؟ یعنی خویشاوندان شوهر، مثلا برادر شوهر، ایور میگن در افغانستان، بچه کاکا، بچه عمه، بچه دایی، همین اینایی که به اصطلاح غیر از محارم محسوب میشن، همه اینها نامحرم هستند، از نگاه شرعی نامحرم هستند. سر یک سفره نشستن با اینها، در خلوت با اینها گذراندن، صحبت کردن، طرف بدون حجاب پیش اینها نشستن، در مهمانی ها دور هم با هم بشینن صحبت بکنن، در عروسی ها با زینت و با لباس که پیش زنها ظاهر میشن یک زن پیش اینا ظاهر بشه، همه اینها در دین جایز نیست، حرام است، شرعاً ممنوع است. اما این که انسان ها میکنن این کار رو، این هیچ وقت دلیل به اصطلاح حلال بودنش یا جایز بودن نیست. مثلا میگی خب این که بچه کاکای تو هست، یعنی پسر عموی تو هست، بابا ما کوچیک با هم بزرگ شدیم، الان تو رو اگر بدن به پسر عموت، فردا 9 ماه بعد بچه به دنیا میاری، یعنی نمیشه که بگی که محرم است. چه بسیارن در خانواده هایی که در خیلی از کشورهای کمی مسائل در نظر گرفته نمیشه،
زنای محارم صورت میگیره، یعنی تجاوزات در داخل خانواده صورت میگیره، حتی در خانواده‌ای که به اصطلاح مسائل عفت مراعات نمیشه، لباس یعنی مناسب مراعات نمیشه، در اونجا ببینید که چقدر زنای محارم زیاد است. پدر با دختر، پسر با مادرش، برادر با خواهرش. اینا سببش چی است که این مسائل حتی در داخل یک خانواده، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند بعد از 7 سالگی باید چی بشه؟ اتاق خواب پسر و دختر یعنی خواهر و برادر از هم جدا باشه. بعد از اون در حدیث دیگری وقتی که اسما وارد شد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و لباس نازکی بر تن داشت، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که ای اسما، وقتی که یک دختری به سن بلوغ میرسه غیر از این قسمت و صورتش نباید که آشکار بشه. این در پیش محارم. در پیش نامحرم که باید کلا صورت پوشیده باشه، چون که صورت یک زن جزئی از حجاب است. این حقیقتی است که در دین و شریعت وجود داره. در قضیه صورت علما با هم دیگر اختلاف دارن، بعضیا میگن جزء عورت نیست، بعضیا میگن هست، اما اصل بر این است که صورت جزء عورت است و دلیلش هم دلایل زیادی من در یک برنامه صحبت کردم. یک دلیل مهم است که وقتی شما مثلا میفرستید خواستگاری خانه یک دختری، میگید که زیبا باشد، این زیبایی که نظر شما رو جلب میکند کجای زن است؟ طبیعتا که صورت است. حالا طرف مثلا از صورت به پایین بادیش مثلا مثل جینیفر باشه اما صورتش مثلا زشت باشه، آیا شما اینو به همسری میگیرید؟ طبیعتا نمیگیرید. پس زینتی که الله سبحانه و تعالی میگه ولا یبدین زینتهن، این زینتشون را آشکار نکند، بزرگترین زینت یک زن صورتش است. همه زیبایی‌های زن 90%ش در صورت خلاصه میشه. زیبایی ابرو، زیبایی چشم، زیبایی لب، زیبایی گونه ها، موها، همه اینا ببینید شعرا این همه کسی نرفته مثلا در مورد ساخت پا شعر گفته باشه، کسی نرفته در مورد مچ دست شعر گفته باشه. اکثر شعرها برای خال است و ابرو هست و چشم است و گوش است و بینی است و فلان میجه است و اینا هست. پس پیش برادر، عمو، دایی، شوهر، پدر، اینا کسای پدر بزرگ، اینا کسایی هستن که جزء محارم محسوب میشن. غیر از اینها با پسر خاله و پسر عمو و پسر دایی و با اینها چت کردن، خلوت کردن، سر یک سفره نشستن، توی یک اتاق با هم دیگه نشستن، اختلاط کردن، اینا شرعاً جایز نیست، ولو اینکه در جامعه شما رایج باشه، ولو اینکه شما این کار رو انجام بدید، ولو که عرف و عادتتون باشه، اما مخالف با الله و رسول است. کسی میخواد قبول بکنه، کسی میخواد قبول نکنه. کارت بانکی و سود گرفتن از آن اما استفاده نمی‌کنم. میشد پول آن را صدقه بدم. وقتی که شما بانک به شما سود میداد و مجبور هستید مثلا در اروپا زندگی میکنید، حتما باید به خاطر اینکه حقوقتان رو پرداخت بکنن باید حساب بانکی داشته باشید. در حساب بانکی ماهانه به شما سود میدن از پول شما که در اونجا هست. این سودی که به شما داده میشه از این شما به نیت این که شما اجر و پاداش بگیرید، صدقه بدید، زکات بدید، جایز نیست. به یک مستمندی به عنوان صدقه کمک کردن جایز نیست. بعضی از علما گفتن که این رو نگیرید، اما وقتی که شما نمیگیرید بانک چی میکنه؟ همین پول رو میده به صندوق خیریه کلیسا، با مؤسسه یهودی میده، به فلسطین میفرستن برای مسلمانان استفاده میشه، به کلیسا میفرستن برای نشر عیسویت صرف میشه. به خاطر همین مجمع علمی اروپا فتوا دادن مسلمانان که این پول رو بگیرید اما در راه خرج بکنید که توقع هیچ خیری نداشته باشید. اگر به کسی کمک هم کردید توقعی نداشته باشید که به عنوان صدقه برای شما محسوب بشه. فکر کنید که مثل در جوی آب انداختید. بعضی از علما گفتن که در ساختن مثلا توالت ها یا تشناب های مسجد از این چیزا استفاده بشه، از این نوع پولا. بر صورت صدقه محسوب نمیشه، اجر و پاداشی هم شما توقع نداشته باشید. شیطان رو زدن قبل از زوال بعد از زوال فرق نمیکنه، طبق اختلافات مذهبی که وجود داره. احناف میگن بعد از زوال، غیر از احناف میگن قبل از زوال. شما قبل زده باشید یا بعد زده باشید حجتان درست است، انشالله مشکلی ندارد. آیا میتوانید یکی به اصحاب رسول الله توهین میکند در معنی یا میتوانید مجازات قطع؟ ابدا این کار حق شما نیست، حق حکومت است. ولی که یک نفر کفر بگه، یک نفر به الله توهین میکنه، به پیامبر توهین میکنه، شما حق ندارید او رو بکشید. قصاص کردن کار محکمه است، کار حکومت است، کار شما نیست. اگر این قرار باشه که ما هر کسی رو در سر قصاص بکنیم، محاکمه بکنیم، که دنیا دیگه به هم میریزه. اگر شی در روز ما پیامبر صلی الله علیه و سلم را دشنام داد و ما نتوانیم کاری انجام دهیم، آیا گناهکار میشویم در حالی که در مقابله با فرد ناتوان هستیم؟ در صورتی که شما ناتوان هستید و نمیتوانید کاری بکنید،
در این صورت شما گناهکار نیستید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من راه منکرم فلیغیره بیدی، کسی که منکری رو میبیند، عمل زشت رو میبیند، با دستش تغییر بده. فمن لم یستطع فبلسانه، که با دست نمیتوانی با زبانت بگو که نکن، این کار خوبی نیست. اگر همین راه هم نمیتوانی با قلبت بگو خدای این کاری که میکنه خیلی کار زشتی است. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید این کسی که با قلبش فقط انکار میکنه به اندازه یک کمتر از مثقال ذره از ایمان در قلبی است، یعنی ایمانش اشاره به این است که ایمانش خیلی ضعیف است. حکم ازدواج زن مسلمان با یک مرد یهودی چیست؟ جایز نیست. و همچنین این زن مسلمان بعد از ازدواج تمام فرهنگ‌های شخصیتی را تقلید میکند، اصلا این چیز جایز نیست. بر زن مسلمان ببینید چون ولایت بر عهده مرد هست در اکثر کشورها قوانین، و مرد هست که فرزندان را بر حسب عادات و تقالید خودش تربیت میکنه. حالا فرزند نشده خود ایشان عادات و تقالید رو قبول کردن. به خاطر همین در دین اسلام ازدواج زن مسلمان با یک مرد کافر، یهودی باشد نصرانی باشد، جایز نیست و ممنوع است، یا مشرک باشد. موقف ما اهل سنت درباره حکومت و شخصیت یزید بن معاویه. یزید بن معاویه در نزد اهل سنت یک پادشاه است، یک حاکم است، یک کسی که در رأس حکومت باشه. خوبیایی هم داشته، بدیایی هم داشته. بدیاش بیشتر از خوبیاش بوده طبق روایت تاریخی که وجود دارد. در زمان حکومتش اعمال زشتی صورت گرفته، از شهادت رسیدن حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما الی حمله به مدینه و خیلی از کارهای دیگه که به خاطر اون ما میگیم که این یک حاکم مسلمان بوده، یک سری اشتباهاتی داشته، گناهایی انجام داده و الله سبحانه و تعالی تلک امه قد خلت، الله متعال با او محاکمه میکنه، محاسبه میکنه و به ما مربوط نیست. اما آیا به نظر ما کافر بوده؟ نه، نبوده. منافق بوده؟ ما درونش خبر نداریم که منافق بوده یا نبوده. اسلام تظاهر میکرده، پسر یکی از صحابه بوده، تابعی محسوب میشه، اما گفتیم که اعمال زشت و ناپسندی در زمان حکومتش صورت گرفته که الله متعال آنطوری که دادگاه عدل الهی اقتضا میکنه با او محاسبه بکنه. آیا 3 طلاق در یک مجلس 1 طلاق حساب میشود؟ قسم به طلاق آیا باعث طلاق میشود؟ ببینید این مسئله خیلی مسئله جنجالی است، من چون نمیخوام وارد این مسائل بشم، اما نظر اکثر علما، نظر جمهور علما امروز این است که حتی علمای احناف، علمای عاقل و علمایی که واقعا عالم هستن، نظرشان بر این است که 3 طلاق در یک مجلس 1 طلاق حساب میشه و 3 طلاق حساب نمیشه. و قسم به طلاق آیا باعث طلاق میشود یا نه؟ بعضیا میگن که میشود، که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که 3 چیز جدیش هم جدی است، شوخیش هم جدی است. یکیش طلاق است. و بعضیا میگن که نه، این جز قسم‌های لغو است و این طلاق محسوب نمیشود. به همین دلیل یک نصیحتی به عنوان یک برادر مسلمان به همه برادران عزیز مسلمانم که این قسم به طلاق خوردن، قسم طلاق را همیشه ذکر کردن، این بسیار یک عمل ناپسند است. ببینید چرا در مسئله 3 طلاق چرا اینقدر شدت گرفته شده؟ چون که زن بازیچه نیست، زن مسخره نیست. تو راه نشستی با دوستات مثلا والا بیا برید شما دعوت هستید، نه من نمیام، 3 طلاق باشم اگر شما نیایید. چه قسمی است؟ به چیز دیگه قسم بخور. در بعضی جوامع مثلا در بین سودانی‌ها، در بین بعضی از اقوام خیلی معروف است این گونه قسم خوردن ها. یا در سر هر مسئله بی ارزشی به زنش طلاق قسم میخورد، یا که به خاطر هر مشکلی زن خود را طلاق میداد. این چرا جزای خیلی سخت گذاشته؟ چون این نباید که این مسائل رو ساده گرفت. ببینید ازدواج، نکاح در قرآن کریم به عنوان میثاق غلیظ ذکر شده. میثاق غلیظ یعنی چی؟ میثاقی محکم و استوار. و این میثاق محکم و استوار بازیچه دست نباید قرار بگیره که و کوچکترین موضوع حالا غذا براش نپخت طلاق هستی، نمیدونم فلان چیز که طلاق هستی. بعضی اینکه طلاق داد با در و در پشت ملا میگرده که بیا مسئله رو جور بکن که من چیکار بکنم. خب ملای بیچارم چی فکر میکنه؟ ملا میگه که الان این زن داره، این گوساله 6-7 تا اولاد آورده، حالا من با این چیکار بکنم؟ اگر بگم طلاق هستی این زندگی این تباه میشه. زن کجا بره، فرزند کجا بره؟ با یک ماستمالیزیشن میکنن، میگن که بابا خلاص خیر است، مشکلی نیست. به خاطر همین این مسئله رو بازیچه نگیرید. به خاطر مسائل پیش پا افتاده طلاق ندید که فردا وقتی که بعد طرف زنگ زده بود گریه میکرد استاد یک کاری بکن من زنم 3 طلاق دادم. گفتم خب قبل از این که طلاق دادی چرا طلاق دادی؟ والا یک چیزی گفت، من یک چیزی گفتم، اعصابم خراب شد، گفتم 3 طلاق هستی. اینقدر ساده است.
بچه داری؟ بله استاد 4 تا بچه دارم. خب الان مثلا تو طلاق، من گفتم خب طلاق شد رفت، تو چی کار میخوای بکنی؟ این زن پیش کی بره؟ مملکت غربت، قومش نیست، خیشش نیست، کجا میخوای تو اینو بفرستی؟ خب این طلاق واقع شده باشه، یک ملای هم گفت یالا خلاص چشم پوشی کرد، گفت نه طلاق نیست. خب بعد از این تو یک عمر با این هر وقتی که هم بستر بشی انگار زنا کردی. پس زندگی خودتون رو تباه نکنید، آخرت خودتون رو تباه نکنید به خاطر همین یک کمی ناراحت میشه، اعصابش خراب میشه، طلاق داد. چرا آخه؟ زن که بازیچه دست نیست. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، همه تان رو به پروردگار متعال میسپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. نداء الحق صوت قد شجاني